من که آرمین هستم، یه فعال رسانه، و امروز شما دارید گفتگوی ما رو با دو تا عزیزی می‌بینید که در مورد مسئله زنان فعالیت میکنن و امروز مهمون این صفحه هستن و لطف کردن که اینجا باشن و میخوایم در مورد، یعنی تیتری که اینجا الان این گفتگو داره در مورد مسئله فمینیسم با دیگری سازیه. حالا خب دو تا دوست عزیز که تخصصشون تو این زمینه است از همین زاویه نگاه میکنن. من یکم معمولی تر، یکم شبیه دغدغه یک آدمی که یه اتفاقی افتاده توی مملکتش، اطرافش، و حالا اینجوریه که چرا اینجوری شده، چه اتفاقی افتاده، کجای کار مشکله، چرا همچین خصلتی در ما. من بیشتر از یه زاویه میخوام باشم، یعنی البته که بیشتر گفتگو هم به عهده شماست دیگه، بالاخره تخصصتون در این زمینه است، در این زمینه فعالیت میکنید و این اتفاقی که امروز توی ایران افتاده. گروه ستمدیده و بحث گروه ستمگر. البته گروه ستمگر اینجا یک نکته که هست، فرض کنید گروه ستمگر آیا دولت یا گروه ستمگر مردم ایران هستن؟ و به نظر من هر جفتشون هستن. درسته که دولت داره یه همچین کاری رو میکنه، ولی ستمگر الان به ایرانی ها هم اطلاق میشه، به خاطر این توی فرهنگ داریم اذیتشون میکنیم، در زندگی روزمره داریم آزارشون میدیم، تحقیر میکنیم، کم پول میدیم و باز هم ما الان گروه ستمگر محسوب میشیم. درسته که دولت این تصمیم رو گرفته، چون خیلی از کامنت هم این بود که به مردم چه، به مردم خیلی چه ها، میدونین. درسته که این تصمیم دولتیه، ولی ما به عنوان شهروندان هم خوب رفتار نکردیم و الان هم نمی‌کنیم. حداقل همراه ستمگریم، حداقل اگه خود ستمگر نباشیم که هستیم، چون به نظر من اتفاقا اون رفتاری که حکومت میکنه جدای از اون مردم نیست، در واقع حکومت به هر حال نماینده مردمه، از بین ارزش‌های اون مردم بالا اومده. یعنی اینکه ما بخوایم بگیم ما و حکومت، دوباره اتفاقا اینجا انگار همون دیگری سازه است، اون دیگری که میخوایم بسازیم که بگیم تقصیر ما نیست، اون دیگری که به واسطه اون میتونیم خودمون رو بکشیم عقب، بگیم تقصیر اونه. یعنی اصلا نباید تو این قضیه ما و حکومت بکنیم. به نظر اتفاقیه که بعدا نمیگن که مثلا فلان نظام این کارو کرد، در تاریخ میگن مردم ایران همچین اتفاقی ایران. براش افتاد. مثل مسئله‌ای که الان مثلا تو خیلی از کشورها افتاده، توی همین ترکیه قبلا رفتاری که با یک سری از اقوام کردن، من نمیگن که این زمان عثمانی اتفاق افتاد، میگن این کار ترکیه کرد. در حتی همین موردی که شما اشاره کردین در مورد ارامنه بوده که کوچندن و خیلی کشته شدن و نسل کشی محسوب میشه. هنوز کشور ترکیه درگیرشه، یعنی بازمانده‌ای از اونا هستن که میتونن، یعنی شکایت کردن و اگه ترکیه اینو قبول کنه بعد غرامت‌های سنگین بده. سیاسی هنوز که از 100 سال گذشته، شاید هم بیشتر، ترکیه از نظر سیاسی درگیرشه، در که تو دوره مردم هم هنوز این فضا رو، یعنی در واقع یعنی قبول کردن، پذیرفتن و به هر حال مسئولیتش بله، به هر حال مسئولیتش ما اون ملته تا هر وقت خوشی یاد میشه از این موضوع. حالا من یه خاطره دارم، چون تو ترکیه زندگیم، یه بار داشتیم با یکی از دوستان ترک صحبت می‌کردیم، گفتیم نسل‌کشی ارامنه بوده فلان. گفت نه، اصل ما نبود که. گفتم یعنی چی؟ این دیگه تو تاریخ هست. گفت نه، ما گفتیم بری اینا رفتن تو را مردن، اصلا ما نبوده که تو را مردن، مثلا سرد بوده فلان بوده. یعنی میافتن اینه، میگن که ما کی کار نمی‌کنیم، که ما گفتیم غیر قانونی ها برگردن. حالا اینکه تو مرز امکانات نیست، تو مرز نون نیست، آب نیست، اینا مریضا نمیتونن در واقع به خدمات پزشکی دسترسی ندارن. کلی بچه تنها اونجا رفته، زن باردار، شاید کسانی که حتی هیچ تصوری از مرز ندارن، سالها تو ایران بزرگ شدن رفتن اونجا، هر بلایی سرشون بیاد. خب تقصیر ما نیست که ما فقط داریم برو. میدونین، یعنی این اتفاقی که همون سلب مسئولیت، سلب اینکه ما که در واقع یه جورایی اینجا وقتی در مورد دیگری صحبت میکنیم، وقتی دیگری رو میاریم وسط، همدلی هم انگار از بین میره. یعنی انگار که اون بچه هیچ نسبتی با ما نداره، اون زن باردار هیچ نسبتی با ما نداره.
حالا من دوستم اولش یه ذره راجع به دیگری کلا صحبت کنیم جره که توی موافق. تاریخ چه نقش. به نظر ما شروع کنیم که اصلا دیگری سازی چی هست دقیقا. اینو شما خودت توضیح میدی. خب دیگری که از لحاظ روانشناسی که بررسی کنیم همون بحث هویتیه دیگه. یعنی بچه به گفته لاکان وقتی که مواجه میشه اونجا که میفهمه خودش از مادر جداست، یعنی یک دیگری مادر و جزء اون نیست، هم هویت پیدا میکنه هم اضطراب. یعنی در واقع این دوگانه اضطراب و هویت همینجوری توی انسان شکل میگیره. و خب وقتی ریشه‌های تاریخیش هم بررسی کنیم معمولا حالا استاد شایگان مثلا توی کتابی که در مورد ایران باستان نوشتن به دوگانه مثلا خیر و شر توی تاریخ ایران اشاره میکنن و این خیر و شری که توی تاریخ ایران همیشه وجود داشته و این دوگانه سازی، یعنی ما خوبیم، اهورامزدا، ما پادشاه خوبیم و شیاطین دشمن، تمام اون تاریکی ها بدن. و این دوگانه سازی و اون دیگری سازی تو فرهنگ ما همینجوری اومده جلو. حالا من خیلی نمیخوام وارد تاریخ بشم، مثلا بخوایم بیایم حالا دیگه ما 2500 سال ذره سریع بگذاریم چون فرصت نداریم، ولی میایم جلوتر در مورد دیگری سازی هایی که شکل میگیره، مذهبی غیر مذهبی، سنتی، مدرن. تمام دوره ها ما این دوگانه رو داریم و با این میریم جلو. مثلا مذهبی میشه خیر، غیر مذهبی میشه شر. سنتی مثلا یه جایی میشه خیر، مدرن میشه شر. یه جایی اینجا سیاست تجدد گرایی میاد جلو، مدرن میشه خیر، سنت میشه شر. و این بار فرهنگی خیلی قدیمی رو ما داره. ما الان وقتی راجع به موضوع دوستان افغانستانی صحبت میکنیم بعضی میگن خب الان مثلا به ما چه ربطی داره یا هر چیزی. ما در واقع در مورد اون آدم ها خیلی صحبت نمیکنیم، ما در مورد ریاکشن ملت خودمون به این موضوع داریم صحبت میکنیم که اگر ما بخوایم به این دوگانه سازی ها ادامه بدیم، دیگری سازی ها ادامه بدیم، در آینده جاهایی میرسه که خب شاید تجربهش هم داریم، مثلا کرد و ترک و لور و فارس و در واقع این چیزایی که توی کشور ما همیشه بوده و ما همیشه اون دیگری ها رو ساختیم. مثلا ترک میاد تهران میشه دیگری برای فارس. توی جوک ها داریم، توی خندم گرفت سریال برره بالا برره پایین برره داشتم. دقیقا میخواستم همین رو بگم، کاش که بین این شهرها تموم میشد. تو خود شهرمون هم شرق و غرب داریم، بالا و پایین داریم، دسته بالا دسته پایین. مثلا چه میدونم همیشه این دیگری سازی وجود داشته، این دوگانگیه رو انگار تقویت میکردن. حالا مثلا اونجایی که محسا جان گفتش که دولت خب مقصر ما همراهی کنیم، دولت در واقع دولت یا حکومت یا سیستم سیاسی میاد اینا رو شناسایی میکنه و بزنگاه ها از اینا استفاده میکنه. یعنی الان خیلی ساده ما میتونیم تحلیل کنیم چرا این قضیه افغانستانی ستیزی یک دوره بعد از جنبش مهسا به وجود اومد و یکی الان. خیلی همین سوال رو دوستان بهش فکر کنن. من براش جوابی دارم. اگه صحبتتون تموم شده منم یه چیزی بگم دقیقاً کنار حرف شما. ببین من حتی فکر کنم خیلی قدیمی‌تر از مسئله فرهنگی دیگری سازی در مورد فرگشت ماست. یعنی از اونجایی که این تکامل شروع شده، به خاطر اینکه ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم، در واقع گله‌ای هستیم. این صحبتی که من الان میکنم در مورد انسان نیست، در مورد حیوان انسانه، یعنی اون بخش حیوانی ماست. چون ما گله‌ای هستیم و در گله احساس امنیت میکنیم در جمع. هرچی این گله بزرگتر باشه ترسای ما کمتر میشه. برای همین ما ذاتاً دنبال این هستیم که گله درست کنیم برای خودمون. حالا این گله میخواد مذهبی باشه، میخواد نژاد باشه، میخواد قومیت اون باشه، اصلا رنگ پوست اون مهم نیست. مهم اینه که بتونیم یه عده‌ای دور هم جمع بشیم. و ذاتاً وقتی که یه عده‌ای دور هم جمع میشن، بر علیه یه عده دیگه میشن. یعنی میشه یارکشی دیگه، تیم درست میکنیم ما و شما. حالا پس ریشه این کاری که ما داریم میکنیم توی دیگری سازی ریشش از ترسه. یعنی ما چون میترسیم
به یک سری هویت‌های جمعی پناه میبریم. یه هویت بزرگ درست میکنیم که از خودمون بزرگتر باشه، که بتونیم بگیم ما خیلی قوی هستیم، ما آریایی ها، ما مسلمون ها ارزش میگیریم. ببینین اون فردی که مثلا خیلی مثال دارم میگم ترکه، مثال دارم میزنم، از اینکه در گروه ترک هاست انگار احساس میکنه که داره ارزشش میره بالاتر، یعنی حس ارزشمندی رو هم ما میگیریم از این. اصلا نگاه کنید، احساس حقارت نوعی ترسه. وقتی تو خودتو حقیر میپنداری، یعنی بی ارزش میدونی، در واقع میترسی. و وقتی که این هویت بزرگتر از توه، خب اونجا دیگه این احساس ترس رو از تو میگیره. البته من یه چیزی رو این وسط بگم، یه موقع اشتباه نشه. مبارزه‌هایی که برای هویت ماست، نه اینکه بر علیه هویت‌های دیگه، برای هویت ماست. مثل مبارزه‌ای که فمینیسم میکنه برای هویتش. این مبارزه از روی ترس نیست، از روی سری ارزش هاست که میخواد اون ارزش ها رو نگه داره. یعنی امکان داره ما یه زمانی یک مبارزه داریم برای هویت خودمون به عنوان یک کرد، به عنوان یک ترک، به عنوان یک فارس، برای فرهنگمون، برای زبانمون، برای علیه دیگری نیست، برای ارزش هایی که خودمون داریم. اون به نظر من نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه اگه درست هدایت بشه. اونجا در واقع ببخشید، اونجا دیگری وجود نداره، شما دارین هویتی یا دقیقاً داخلیه. من دقیقاً در اون گروهیه دیگه، زبانی رو میخوام تقویت کنم، مثلا چه میدونم تحصیل زبان مادری میخوام داشته باشم یا هر چیزی، این برای هویت سازی خودمه. مثلا من نمیام بگم که اگر مثلا بگم که نه تحصیل زبان فارسی که مثلا زبان رسمی کشور من ممنوع و فقط میشه دیگری سازی دوباره. در واقع ما خیلی باید مراقب باشیم که توی این دوگانه ها، چون وقتی که داریم در مورد دیگری و هویت اینا صحبت میکنیم، یک لغزش کوچیک، یک تبصره کوچیک میتونه دوباره ما رو توی اون سیستم دوگانه سازی بندازه. در واقع من چرا اومدم از تاریخ شروع کردم؟ به خاطر اینکه بگم که حتی اگر الان ما داریم یک سری رفتارهایی میکنیم که شاید بشه بهش گفت نجات پرستانه یا هر چیزی، یه ذره به این فکر کنیم که اصلا شاید این انقدر پیشینه ما بوده که ناخودآگاه داریم وارد این بازی میشیم و یه ذره فکر کنیم که شاید اون دیگری اونقدر ترسناک نباشه. اگر بدونیم که مثلا ساله که از ما جدا شدن، اگر بدونیم که خیلی نژاد متفاوتی نیستیم، اگر بدونیم که مولوی اهل بلخ بوده، خواجه عبدالله انصاری پیر هرات اهل هرات بوده و ما ایران فرهنگی که هستیم خب خیلی مدیون اون بخش از سرزمینمون هستیم دیگه. بله، اون موقعی که میخوایم افتخار کنیم اونجا همه با همه. وقتی حرف از منابع میشه و دقیقاً اون قضیه گله‌ای زندگی کردنه، وقتی حرف از منابع میشه میترسیم، مال ماست، مال شماست. ولی توی افتخارات میخوایم همدیگه با همدیگه جمع بزنیم. بفهم زیاد صحبت من یه چیزی بگم. این دیگری سازی یا حالا تو انگلیسی بهش میگن آدرینگ، این چیزی که هست اینه که بیشتر راجب این نیست که حالا ما میریم توی گروهی، همه انسان ها همه حیوان ها میرن توی گروهی، اینش اوکیه، اینش مشکلی نداره. آدرینگ در واقع زمانی که ما نسبت به گروه های دیگه خشم، نفرت و چیز داشته باشیم، یعنی باهاشون مشکل داشته باشیم. مثلا یک مثال براتون بزنم، من و فرناز ایران رو دوست داریم، اینجوری که ما از ملیتمون بعدمون میاد. الان مثلا خیلی میگن شماها چرا نمیرین و ما هی بعد توضیح بدیم که نه ما اینجا احساس میکنیم مفیدتریم. خب کسی که داره فکر میکنه من اینجا احساس میکنم مفیدترم، خب یعنی یک ارقی داره به اون مملکتش که داره میگه من میتونم اینجا بیشتر کمک بکنم. خب ولی با مثلا یک فردی از افغانستان، از ترکیه، از آمریکا فرقی برامون نمیکنه، نفرتی نسبت بهشون نداریم. خب اون آدرینگ زمانی پیش میاد که ما توی اون گروهی که هستیم از بهشم حالا علاقه‌مندیم، از گروه‌های دیگه نفرت پیدا کنیم. و این طالب برام سوال پیش میاره که چرا این توی بعضی کشورها و توی بعضی فرهنگ‌ها بیشتره. مثال براتون بزنم، یکی داشت میگفتش که من توی ترکیه زمانی که رفتم توی ترکیه، مثلا حالا اون فرد ترانسجندر بود،
میگفتش که مثلا تیپ و قیافه منه که مثلا یه جوری نگاه میکنن، بعد میپرسن که کجایی هستی، بعد مثلا میگم ایرانیم، بعد مثلا میگن که مثلا من ایرانیم، مثلا یه جوری بعد میگم من ترکم، مثلا به خاطر اون همزبونی انگار، به خاطر اون برادری، به خاطر اون همزبونی مثلا نسبت بهش مثلا گاردشون رو میارن پایین. اما تو ایران این رو نداریم. خب مثلا من سواله که مثلا چرا مثلا ما به اینکه افغانستانی ها همزبون ما هن، تاریخچه مشترک داریم، اصلا اینو ارزش نمیدیم بهش. چرا اینجا بیشتره؟ چرا تو بعضی کشورها بیشتره؟ مثلا توی آمریکا خیلی زیاده. و چیزی که هست اینه که سوال من اینه، آیا داشتیم صحبت میکنم با فرناز، میگفت به خاطر اینکه ایران منابعش کم بوده، ولی به نظر من بیشتر بخش فرهنگیه، یا میتونه حتی مثلا به هوش اون جامعه برگرده. مثلا شما اگه رنگ هوش جهان رو در نظر بگیرین، کشورهای مثلا مثل سنگاپور، مثل ژاپن، مثل اینه که مثلا بالای صدر لیست هستن، خیلی کمتر این رو دارن، خیلی یعنی غریبه پذیرتر هستن. میدونین؟ نمیدونم ارتباطش به چیه، آیا به منابع ربط داره، آیا به فرهنگ ربط داره، آیا به سنتی بودن، آیا به هوش. من نمیدونم این ارتباط واقعا به چی ربط داره. ارتباط دارن دیگه. مثلا ببخشید در مورد ترکیه میگیم، من خب گفتم تجربه زندگی اونجا دارم، خب هم ترک بودم هم ایرانی بودم. وقتی میگفتی ایرانی، مثلا قدیمشون که شکوه ایرانو دیده بودن، مثلا چه میدونم شاهو میشناختن، دوران رونق اقتصادیشو به یاد داشتن، خیلی تحویلت میگرفتن. اصل جدیدش که میگفتی ایران، چون فقط مثلا جدیدا رو میشناختن، خیلی اون شکوه نبود برایشون، خیلی چیز نداشت. ولی اونجا میگفتی ترک به هم زبون، یعنی در واقع آدم ها اون نخه رو دوست دارن بگیرن و باهات کانکت بشن. توی ایران ببین وقتی در مورد افغانستانی ما داریم صحبت میکنیم، ایرانی‌ها یه ذره ضعیف فراسی هم دارن، یعنی از ضعیف میترسن. یعنی اینکه مثلا تو نگاه میکنی میگی که خب این همه مثلا چشابی میاد اینجا و همه میبرن مهمونش میکنن، دیگه قرونم خرج نمیکنن، اگه اون باید بیاد خرج کنه که اقتصاد و گردشگری تو کشور ما رونق پیدا کنه. ولی اون افغانستانی چون ضعیف محسوب میشه تو دیدگاه اینا، یعنی از لحاظ مالی، از لحاظ حتی فرهنگی و سواد و اینا، بالاخره کشوری بوده که تو جنگ بوده 50 سال، خب خیلی دوست نداره با اون یه بندی داشته باشه. این ضعیف کشیه. حالا این ضعیف کشی چه ربطی به ضعیف هراسی داره؟ ببین تو ببین مثلا این رو در مورد معلول ها هم تو میبینی. تو میبینی که مثلا معلول هراسی هم دارن. من خودم یه مقدار تو طیف اوتیسم هستم، وقتی در مورد اوتیسم حرف میزنم، اوتیسم هراسی میبینی تو ملت ایران. یعنی انگار که همین یه مثال خیلی ساده، میری روانپزشک، قرص میخوری، تو رو میارن تو دیگری. یعنی تو یه مشکلی داری، ما یه مشکل فرهنگی در این مورد داریم دیگه، که هنوز از لحاظ فرهنگی مثلا تو قرص ضد اضطراب افسردگی خوردن تابوه تو این کشور و به عنوان یه توهین حساب میشه. چرا؟ یعنی تو اعصابت ضعیفه. ببین ضعیف، معلول، پایینتر، قشر، حتی ما به فقیر میگیم قشر ضعیف. خیلی جالبه این کلمات. خب چیز دارن دیگه، بار دارن و فرهنگ اینا رو میسابه و شکل میده. بعد این ضعیف هراسی باعث میشه که تو احساس کنی که اون مثلا معلول، تو اگه معلول بشی رو استاندار چرخدار بشینی، چون زیر ساختش تو کشور تو وجود نداره، ضعیف محسوب میشی. پس اونها دوست ندارن هیچ وقت بیان تو جایی که تو هستی قرار بگیرن، پس انکار میکنن. همون واکنش دفاعی که ذهن انسان ایجاد میکنه، انکار، از ما نیست، یا ترحم. توی این دو سو باز دارن چیز میکنن. خیلی جالب. من این مدت که دایرکتر رو داشتم جواب میدادم، اولش با فاز انکار که میومدن، حالا خیلی صحبت میکنن که نه اینا اصلا آدم نیستن و مثلا جرم و جنایت کردن و فلان. بعد آمار که میدادی، خب میدیدن که آمار اینجوری نشون نمیده دیگه. حتی دوستان افغانستانی آمار جرم و جنایتشون توی ایران خیلی پایین تر از کشور خودمونه، یعنی نسبت به جمع حتی کمتر از ایرانی های خارج نشین. آره اونم به خاطر
70% مثلا اون نزاع یا چیزی که هست بین خودشونه، یعنی زندانیاشون 70% بین خودشون مثلا هم دیگر زدن رفتن زندان و اینا. وقتی میرسید به اینجا دوچه ترحم میومد بالا، یعنی میگفتن که آخه آره مثلا زنهای افغانستانی گناه دارن و اینا. یعنی بین این فضای انکار و فضای ترحم مدام داشتن نوسان میکردن. میبینید هر دو نه بگید شما ببین هر دو نگاه از خود از برتر بینی میاد. یعنی حتی اون ترحم هم، یعنی ما وقتی که میخوایم خودمون رو هم در برابرشون قرار بدیم تو بهترین حالت ترحم میکنیم. یعنی اصلا نمیتونیم از روبرو آدم ها رو ببینیم. اینکه حالا چرا میترسیم از ضعیف؟ چون این ضعف رو تو خودمون میبینیم. یعنی ما یه احساس حقارتی داریم که نمیخوایم با ضعیف ها جمع بخوریم. با قوی ها اشکال نداره، با چشم آبی ها اشکال نداره، خارجی که بلنده برای ما جذابه اصلا. چون از پایین میبینیمش، شبیه آرزومون، شبیه رویا و وحیه که توی زندگی میکنیم. ولی اون آدمایی که شبیه ترند به ما بیشتر باشون دشمن میشیم، بیشتر باشون میجنگیم، چون میخوایم انکارشون کنیم، بگیم من شبیه این نیستم. این داره فارسی حرف میزنه ولی از من نیست. ما خون پاش آریایی هستیم، اینا فارسی حرف میزنن ولی از ما نیستن. تاجیک از ما نیست. اصلا خاورمیانه رو ما از خودمون نمیدونیم. ما واقعا احساس میکنیم اشتباهی افتادیم تو خاورمیانه. ما یک نژاد برتری هستیم که اشتباهی افتادیم اینجا. ما باید یه جای دیگه بودیم، ما باید تو غرب میبودیم، ما در حد اینا نیستیم. برای همین با اینا بدتریم. چرا؟ چون این حقارت رو تو خودمون احساس میکنیم. ما دوست داریم با کسایی هم تیمی بشیم که این حقارت رو یکم مداواش کنن. توی همین ترکیه هم که شما میگید، واسه همین انقدر میل هست که بگن ما اروپایی هستیم، انقدر دوست دارن که برن تو اتحادیه اروپا، چون میخوام بگن ما با خاورمیانه نیستیم. باز رفتارشون با ایرانی‌ها بهتر از رفتارشون با عرب‌ها و همین افغان هست. خیلی باز ما بهترن. مدام اینو میگن شما مدرن هستید، انگار یه چیزی باز اینا میترسن. این دیگر ستیزیه به نظر من به خاطر اون ضعفیه که ما تو خودمون احساس میکنیم. یعنی کلا ما هر چیزی رو که حالا بجز این ترسه، ما هر چیزی رو هم که نمیشناسیم و نمیفهمیم ازش میترسیم. هر چیزی که نمیشناسیمش، هر چیزی که همین مسئله که مردها دارن، ببخشید، مسئله که بعضی از مردها دارن با خانوم‌ها، یعنی ستیزه‌ای که میکنن با زن، سر عدم شناخته، چون نمیفهمنش. ترسناک. بحث ترانسفوب یا مثلا ما کلمه هوموفوبیا، فوبیا داره اصلا توش دیگه، یعنی ترس. چرا شما از یک فرد همجنسگرا بترسی؟ این ترس از چیه؟ ترس از ناشناخته. یه بنده خدایی الان کامنت گذاشتن که وسط این اوضاع مملکت چه چیزی دارین صحبت میکنین. چند وقت پیش ما یه ویدیویی ضبط کرده بودیم راجع به فمینیسم. بعد حالا ویدیوش آمد توی یوتیوب و یه شورت هم شد، یه ریل هم شد توی اینستاگرام، و اونجا مثلا از من پرسیدن که مثلا خیلی هم میگن که شما مملکت ما این همه مشکل داره، شما چسبیدین به حقوق زنان، و مثلا ما الان مشکل اقتصادی داریم، شما چسبیدین به حجاب، نمیدونم. یعنی همیشه انگار یک مسئله شما کم اهمیت تره، یک سری مسائل دیگر هست که پررنگ تره. و من این مثال رو دارم که دو نفر ممکنه توی بیابون گیر بکنن، هر جفتشون تو بیابون گیر کردن، غذا ندارن، دارن میمیرن. یک نفریشون حالا پاشم شکسته، بعد شما نمیتونه بگی پات داره درد میکنه ناله نکن. اون درسته که داره از گرسنگی هم میمیره، ولی پاشم شکسته داره درد میکشه و ناله میکنه. من ممکنه چرا ما باید به یک موضوع بپردازیم؟ چرا مثلا باید یک دغدغه رو، مثلا مهمترین دغدغه رو در نظر بگیریم که اقتصاد مملکته یا مثلا امنیت مملکت؟ خب ما هزار تا دغدغه داریم، میتونیم راجع به هر هزار تاش صحبت بکنیم. کسایی که راجع به اقتصاد و نمیدونم مسائل مختلف حرف میزنن خیلی زیادن. حالا چند تا پیج هم هستن راجع به حقوق زنان دارن صحبت میکنن. ما مثلا خفه بکنیم، ما راجع به اقتصاد صحبت کنیم، ما راجع به امنیت صحبت بکنیم. میدونین یکی اصلا باید باشه به این دردا بپردازید. من اصلا برعکس فکر میکنم. ببینید من میگم یه جامعه رو تفکرش تغییر میده. یعنی مهمترین قسمت مبارزه قسمت تفکر و اندیشه است. و مسئله تبعیض الان مهمترین مسئله جامعه ما. همون فساد اقتصادی که شما میگید برای چیه؟ چرا ما فساد اقتصادی داریم؟
درش یک تبعیضی هست، یعنی یک قشری به یک قشر دیگه اولویت داده شدن. یعنی اصل مسئله جامعه ما تبعیضه، نابرابری. حالا اگه بخواید این تبعیض رو در برابرش بایستید، باید برید سراغ نماینده تبعیض، یعنی اون قشری که بیشتر از همه مورد تبعیض قرار گرفته. چرا زنه؟ به خاطر اینکه همه مردم ایران مورد تبعیض قرار گرفتن، ولی یک زن هست و مورد تبعیض قرار گرفته، یعنی یک تبعیض مضاعف درش هست. به واسطه زن بودنش در یک تبعیضی هست، اون تبعیض اجتماعی رو هم داره، یعنی بیشترین تبعیض رو شما میتونید روی بلندترین نقطه اون جامعه روی یک زن ببینید. مگه نمیخواین تبعیض رو درمان کنید؟ مگه نمیخواین این تفاوت بین سطح‌ها رو درمان کنید؟ برین سراغ اونی که از همه برجسته تر، اونی که میتونه نمایندگیشو به عهده بگیره. به نظر من زن افغانستانی داخل ایران الان دیگه از همه بیشترین تبعیض، بدترین تبعیض‌ها در لایه‌های مختلف داره زندگی میکنه. اصلا تراژدیه. تبعیض زیادن، مثلا زن کویر، زن مثلا اقلیت جنسی، چه زن چه مرد، باز تبعیض بهشون هست. حالا تو زن باشی، این اقلیت جنسیتی باشی. بعد همین کامنتی که الان تو عزیزمون داشت مثلا در مورد اینترنت سفارشی، بله تو ایران اینترنت آقاتی شده، یا بعد شانس بیاری مثل ما که قبل صحبت کردیم گفتیم شانس بیاریم اینترنتمون یاری کنه، یا هم که واقعا جزو باشی و جزو اون تبعیض قرار بگیری و اینترنت خوب داشته باشی. و داستانه که ما همه جا توی این کشور این تبعیض رو داریم و خودمون یه جایی تبدیل میشیم از لحاظ جامعه شناسی جایی اتفاق میفته دیگه. تو وقتی زورت برسه تبدیل میشی به همون کسی که تبعیض میکنه. مثلا خیلی خیلی این موضوع رو در مورد حیوان ستیزی میبینیم توی ایران. مثلا من خودم در مورد حقوق حیوانات هم یه فعالیتایی دارم. خیلی جالبه اصلا این موضوعیه که باید واقعا روانشناسا و جامعه شناسا بشینن در موردش مطالعات عریض انجام بدن. حسادت به اون غذایی که تو به حیوان میدی، یعنی مثلا تو میدی یه باقی مونده غذایی رو، یه استخونی رو میدی به یه گربه، به یه سگ، میگم این همه آدم فقیر است تو به سگ کمک میکنی. بابا مگه من میتونم استخون رو ببرم بدم به یه آدم فقیر؟ من مگه میتونم مثلا باقی مونده غذامو ببرم بدم به آدم؟ من میتونم یه شکم گربه ای رو سیر کنم؟ ولی انقدر اون بغض، من چه میدونم الان نمیدونم اسمشو چی بذارم، اون خشم، نفرت وجود داره و اون دیگری حساب میشه که حتی راضی نیستن اون استخون بهش برسه. و این واقعا انقدر اینا همشون با هم ربط دارن. مثلا این دیگریه که داریم در مورد صحبت میکنیم در مورد همه اینا هست. یعنی استحقاق هم هست، استحقاق هم هست، خودشیفتگی چیزم داریم دیگه. ما رسما یه جور خودشیفتگی فرهنگی داریم، ایشون اشاره کردن. دقیقاً. مثلا ببینید مثلا میگه اون نونی که داری میدی به اون، یا مثلا اون نونی که داری میدی مثلا به یک افغانستانی، اون نونو باید بدی به منی که یک ایرانیه. این میشه استحقاق دیگه، میدونی؟ اما دیگری سازیه دیگه. چه فرقی بین تو و اون هست؟ چه فرقی بین تو و اون هست؟ اصلا برای همین این دیگری رو میسازن، میگم سر منابعه، برای اینکه به من بیشتر برسه. اگه دیگری وجود نداشته باشه باید مساوی تقسیم بشه، درسته؟ ولی وقتی که دیگری به وجود میاد میتونم بگم مال من دیگه، من حق بیشتری دارم. در صورتی که مثلا در مورد همین آدم‌های افغانستانی که تو ایران هستن، والا چند برابر ما کار میکنن، کمتر از ما هم خرج میکنن، کمتر از ما هم ادعا دارن، سخت‌ترین کارهایی که ما نمیتونیم رو انجام میدن. و اصلا میبینید انقدر توی ایران زندگی کردن که اگه توی یه کشور درست حسابی بودن اینا الان شهروند بودن. یعنی این که شهروند نیستن، این بیقانونی که وجود داره، تقصیر همین حکومتیه که حالا داره میندازشون بیرون. از سال 60 1960 تا امروز کل افغانستانیایی که اومدن ایران طبق آمار سازمان ملل و آمار خود جمهوری اسلامی نزدیک 5,300,000 نفر بودن که اینا در واقع 50%شون که جزو آمار اومده تو ایران متولد شدن. یعنی سال 60 مثلا پدر مادرش اومده، این سال 64 ایران دنیا اومده، از سال 64 تو ایران زندگی کرده، یعنی 2,5 میلیون که اینجوری میره. بعد
مثلا 1,000,000 شاید 1,000,000 یا 2,000,000 باقی مونده که میگن غیر مجازن و چند سال اخیر وارد شدن، اونا به واسطه در واقع اینکه پول، یعنی قانونی وجود نداشته یا شاید فقر داشتن یا هر چیزی نتونستن برن قانونی بشن، یعنی یک سیستمی بود، سیستم سرشماری که آمار همه اینا مشخصه. یعنی اینکه اینجوری هم نیست که من فکر کنم مثلا اینا اومدن همینجوری مثلا غیر قانونی که میگن یه جورایی هم میگه اینا هر لحظه میتونه از اون قانون به غیر قانونی تبدیل بشه، مثلا همه جای دنیا. یعنی این از یه سیستم سرشماری بوده که تا امروز قانونی محسوب میشده، یهو از امروز گفتن این سیستم دیگه درد نمیخوره غیر قانونی. خب اینم برمیگرده به همون بی‌ثباتی قوانین که کشور ما دیگه، همونجوری که یه روز از خواب پا میشیم قانون برای حجاب میذارن، میگن چیز آقای قرآنی میگفت که الان بی‌حجابی جرمش از قتل داره بیشتر میشه، جز همون سیستمه. بعد ما اونجا میریم اعتراض میکنیم، اینجا میگیم نیرو انتظامی تشکر. خب اینا با هم نمیخونه. یه چیزی که بفهمید من فکر می‌کنم یه عده زیادی که بفهم شما بفهم. نه شما بفهم. من فکر می‌کنم که یه بخش زیاد از اینایی که توی سوشال مدیا هستن واقعا به یک شکلی مرتبط. یعنی من یه مقداری از این اخراج‌ها رو سایبری میدونم. به خاطر اینکه اصلا مسئله افغانستانی ابزار حکومتی، همون زمانی که رهاشون کردن از قصد این کارو کردن. یعنی این بی برنامگی برای چی بوده؟ مرزهای کشور دست کیه؟ مسئول مرز کشور من انسان شهروند که نیستم، اون سیستمی که داره اون کشور رو اداره میکنه. پس اگه این مرز انقدر بیدر و پیکره که هر کسی میتونه ازش رد بشه، تقصیر کیه؟ یعنی این خیلی مهمه که ما کی رو باید مسئول بدونیم، نه اون کسی که جرم کرده، اون کسی که فضا رو برای جرم کردن باز گذاشته. و چرا باز گذاشته؟ بجز اینکه ازشون استفاده کردن توی خیلی از مناسبات حکومتی و راهپیمایی و اینجور چیزها. خیلی وقت مناسبیه. حالا اگه خواستید منم یه تیکه بعد حرف شما میگم چرا الان جمهوری اسلامی دست گذاشته روی این مسئله. به قول یکی میگفتش که جمهوری اسلامی ضایع شد مقابل اسرائیل و یه خشمی داره دیگه. شما فکر کنید مثلا دو تا بچه با هم دیگه دعوا کردن، از اون بچه مثلا یه جاش حالا زخم شده و عصبانیه و انگار داره مثلا عصبانیت تو سر یکی دیگه خالی میکنه. این یه تئوری جالب بود واسم. ولی خب همون بحث اینه که اینا پروپاگانداست با پلن و برنامه‌ریزی، یعنی اونقدر خیلی نیست که بخواد یه مثلا خشمش رو مثلا اینجوری انگار هم داره خشمش رو خالی میکنه، از طرف هم خب اصلا داره کشور رو اصلا میخواد حواستون پرت شد دیگه. میدونی اولا که حواس پرت میکنن، دوم اینکه ببین خیلی جالبه در قیام زن زندگی آزادی ما یکی از شعارهای توی همین آهنگ شروین برای کودکان افغانی. خب انگار شاید این خاری شد به چشم اینها، نمیدونم یادن که مثلا ایرانی ها دارن میگن برای کودکان افغانی، همه دارن این شعر رو تکرار میکنن میخونن، شاید یک ترسی گرفتن در اون لحظه که او نکنه مثلا ایرانی ها دارن با افغانی ها مثلا یکم دوست دارن با انسانیت بیشتر رفتار بکنن، دوست دارن مثلا فرزند خودشون بدونن کودکان افغانی رو. و واقعا من سر در نمیارم، ولی چیزی که هستی که میدونم دقیقا اون موقع بعد از این آهنگ و این اتفاق همه شروع شد که وجود داره. این یه نظریه است که من بهش فکر کردم، همینه که ما همیشه خب این حالت رو داشتیم نسبت به افغانستانی ها، ولی خب چون به نفعمون بود معمولا سکوت میکردیم. یه بار من یه خاطره‌ای دارم، من سال 84-85 توی سمت مولوی یه خانه کودک بود، میرفتم اونجا با بچه نقاشی کار میکردم. اونجا خب دوستان افغانستانی خیلی بودن و اینا. یه بار مثلا تاکسی شدن، این تاکسی یه مسافر سوار کرد، یه نوجوان 16 ساله افغانستانی بود. مسیر اینو تحقیر کرد، فحش. و من اون موقع خیلی سنم کم بود، اصلا این چیزا رو خیلی متوجه نمیشم، مثلا 21-22 سالم بود. اینا متعجب داشتم نگاه میکردم، برام سوال پیش اومد خب اگه بدت میاد چرا سوارش میکنی؟ اگه خوشت میاد خب چرا داری تحقیرش میکنی؟ و دوستم داشتم نه ما ایرانی ها اونا سوار میکنیم، کرایه تاکسیه رو میگیریم، پولش رو میذاریم تو جیبمون، ولی تحقیرم میکنیم.
و این فکر نمی‌کنیم که اون بچه 16 ساله‌ای که الان تو داری اینجوری تحقیر میکنی و سرش انداخته پایین 5 سال دیگه چه نفرتی از ایرانیا پیدا میکنه. من الان 20 سال از این قضیه گذشته و خیلی این تصویری بود که هیچ وقت فراموشش نکردم. یک نمادی از نجات پرستی ایرانیا برای من همین تصویر بود. خب حالا فرض کنید که الان این اتفاقی که افتاده به قول ایشون یه دعوایی شده، ملت ایران هم مطالبه داشتن در این سالا، به هیچ کدوم از مطالباتشون نرسیدن. ما کشور ثروتمندی هستیم که دومین منابع گازی دنیا رو داریم. حالا اونجایی که شما میگیم منابع، ما خیلی کشورمون منابع داره، ما دومین منابع دنیا رو داریم نسبت به جمعیتمون. در واقع انگار که در واقع خیلی نسبت بالاییه، یعنی اون منابعی که ما داریم خیلی زیاده نسبت به جمعیتمون تو دنیای امروز. بعد خب الان چشمون دنبال اون نون یارانه‌ای هست که اون دوست افغانستانی ما میخوره. حکومت اینا رو میدونه، حکومت میدونه که این نجات پرستی پنهان تو ایرانی‌ها وجود داشته و این مطالبه رو میاد به قول شما با اون ارتش سایبریش با اون چیزش ایجاد میکنه. مردم هم میافتن دنبالش، میگن این راست میگه، اینا چرا نون یارانه‌ای بخورن، نمیدونم اینا چرا کارگر ایرانی ها بدوزن. هرگاه ما میدونیم که اگر اون کارگر افغانستانی نبود خیلی کارها رو انجام نمیده. کسی که تو ایران کار کرده باشه میدونه که حتی حاضر بوده بیمه بده، نمیدونم خیلی حقوق شاید بهتری بده، ولی خب ایرانی ها بعضی کارا رو انجام نمیدن، در شأن خودشون نمیدونن یا هر چیزی، و خب عواقبش رو به زودی خواهیم دید از لحاظ اقتصادی. ولی داستان اینه که ما اون حکومت زرنگیه. اگه حکومت زرنگی نبود 50 سال نمیتونست حکومت کنه و خوب داره بازی کنه. میاد بله کاملا مطالبه رو به صورت در واقع سوری نمایشی ایجاد میکنه، مردم دنبال خودش میکشونه، بعد میگه اخراج، بیا مطالبه کردی گرفتی. تا حالا مطالبه ها نگرفته ایرانی، اینو گرفته، اوکی بیا میگفتی اخراج کنیم دیگه، بیا اخراج کردی. این ایرانی که الان تو این 15-16 روز تحقیر شده از صدای اون انفجارها، من خودم به مرز جنون داشتم میرسیدم، الان میگه آخیش بالاخره به یه حقم رسیدم. حق چی بود؟ افغانی کارت چه دیگه، اون جاسوس، اون مجرم، اون تجاوز که حالا من خیلی هم سرچ کردم نه آماری در مورد تجاوزشون بود، نه که کردن، من نمیدونم کردن یا نکردن، ولی داستان اینه که هیچ چیز شفاف وجود نداره و عدم شفافیت همیشه برای اینه که با شما بازی کنه. بجز اصلا آمار، من اصلا کار به آمار ندارم. تجربه زیسته اکثر ایرانی‌ها وقتی باشون حرف میزنیم میگن مردم افغانستان آدمای نجیبی هستند. یعنی شخصا ما چیزی ندیدیم، حالا تو آمار چی میگن من نمیدونم. ما شخصا از افغانستانی ها نجابت دیدیم، چه ایران چه اینجا. و جالبه با این همه در واقع مرامی که ما کردیم هنوزم اونجوری از ما نفرت پیدا نکردن. یعنی باز هم درک میکنن، بازم میگن مردم ایران آدمای خوب دارن، آدمای بد دارن. حالا یه چیز رو در مورد این قضیه که چه اتفاقی افتاده از سمت حکومت من بگم. این خشمی که میگید خیلی درسته. یعنی بعد از اینکه یک ملت تحقیر میشه خشمگین میشه از سیستم، از خاک آنش، و در واقع جمهوری اسلامی گفت خب بیاین خشمتون رو سر این مردم خالی کنید. و چون بپین سر این خالی کنید، سر من خالی نکنید. و چون میدونه، به هر حال هر سیستمی میدونه که فرهنگ جامعه‌ای که داره ادارش میکنه چطوریه، میدونه که در ما یک نژاد ناسیونالیستی هست، یک فکر ناسیونالیستی، یعنی یک خودبرتربینی در ما هست. کافیه که هیزم توش بریزه فقط، یعنی فقط این آتیش رو بلند کنه. چرا این کارو میکنه؟ ببینید یه سیستمایی که اقتدارگران، توتالیتر، یعنی بر پایه یک ایدئولوژی هست. وقتی این ایدئولوژی آسیب میخوره، مثل این جنگی که اتفاق افتاد، رو میکنه به ناسیونالیستی. یعنی اونجا ایران میکنه، اونجا وطن میکنه. همین اتفاقی دارید میبینید. یعنی چرا؟ چون اون ایدئولوژی دیگه کار نمیکنه، دیگه ضعیف شده. پس حالا باید از ناسیونالیست استفاده کنم. چه کار کنیم؟ تومش میشه دیگری. اون دیگری که تا حالا خودمون انقدر زیاد وارد ایرانشون کردیم، انقدر با بی‌برنامگی بود که واقعا مردم حق دارن خسته باشن. این یک دفعه وارد شدن درست نیست توی یک جامعه. یعنی باید یکی وارد بشن، کم کم وارد شن که حل بشن توی جامعه.
بعد این پیشینه‌شون رو هم بالاخره چک بشه چه کسایی هستن. وقتی یک دفعه اینو وارد میکنید یک خستگی اجتماعی به وجود میارید، اون تومه رو بزرگش میکنید، بعد توی همچین موقعی سر میبریدش. دقیقاً برنامه‌ریزی شده برای همچین روزی که کنار مردم قرار بگیرن، بگن نگاه کنید ما هم وطن پرستیم، راست میگن، اینا دارن نون شما رو میخورن. انگار تا روز قبلش خواب بودن، انگار تا روز قبلش سیستم و حکومت نمیدونسته که اینا چقدرن، اینا ثبت شدن یا ثبت نشدن. حالا من یه چیز رو بگم، من اصلا با کل این قضیه مشکل ندارم که بله همه جای دنیا پناهجویی که غیر قانونی و ثبت نشده مشکل، یعنی امنیت رو به خطر میندازه. اما راهش چیه؟ راهش اینه که یک دفعه زن و بچه، اون کسی که اینجا به دنیا اومده، اون کسی که هیچ جرمی نکرده، اون کسی که 30 سال اینجا زندگی کرده، همه رو غیر انسانی بیرون کنی، یعنی کرامت انسان رو در نظر نگیریم، یا نه بیایم اعلام کنیم بگیم تو یک بازه 6 ماهه، یک ساله، یکی یکی همه چک میشن، اگه کسی سابقه نداشته باشه، اگه کسی خلافی نکرده باشه تایید میشه، میتونه اینجا بمونه، اگه کسی اینجا به دنیا اومده میتونه بمونه، اونی که مشکل داره و نمیتونه درست بشه باید برگرده. یعنی این شیوه است که ما باهاش مشکل داریم. و اگه ما، من یکم حرفم طولانی شد الان تمامش میکنم، اگه ما امروز جلوی اون چیزی که ادعاش داریم میخوایم اونجوری زندگی کنیم، یعنی ما دوست داریم کشورمون درش برابری باشه، حقوق انسان باشه، کرامت انسان مهم باشه، اگه ما اینو دوست داریم باید اینو توی خودمون درستش کنیم. اگه ما نمیتونیم با دیگری این رفتار رو بکنیم، حکومت هم که ما براش دیگری هستیم چرا فکر میکنیم این رفتار رو با ما میکنه؟ نه. یعنی ما الان به نظر من این لحظه ها، با اینکه لحظه های سختیه، لحظه هایی که شرم‌آوره برای من ایرانی، یعنی یک شرم تاریخیه برای من، اما همزمان لحظه های مهمی هم هست. لحظه هایی هست که یه عده‌ای در برابر این ایستادن، یه عده‌ای دارن میگن ما این کارو نمی‌کنیم، ما موافق این نیستیم. الان خیلی از اصناف داخل ایران مثل کارگران به این قضیه دارن اعتراض میکنن که این حقوق انسانی درش رعایت نشده، اشخاص دارن بهش اعتراض میکنن و این دوباره رویارویی دو تا کیفیت از جامعه، کیفیتی که درش فاشیست هست و کیفیتی که فرد رو میفهم، انسان رو میفهم. در واقع پروسه ما کل دغدغمون اینه که به جای رفتارهای تکانشی، چه تو روانشناسی میگن چه توی جامعه شناسی، یهویی انقلابی بکشیم، خشم رو به سمت نفرت سوق بدیم، بعد انتقام بگیریم، وارد پروسه شیم. پروسه دادگاه، پروسه قانون چیزیه که همیشه طول میکشه، درست شدن جوامع طول میکشه، اخراج پناهجو و رسیدگی به پرونده طول میکشه و ما باید یاد بگیریم که یک صبری که هیچ وقت نداشتیم رو کنیم. ما در واقع بیایم به پروسه ها، به قانون، در واقع خیلی بخوام ساده بگم، شما برای اینکه بفهمید که یک چیزی داره درست انجام میشه یا غلط داره انجام میشه، باید صبر کنید، باید بررسی کنید، باید آمار رو ببینید، باید شواهد رو ببینید. ما نمیتونیم ببینید مثلا ما میگیم که معمولا اینو میگن حس میکنم که اینجوریه، حس میکنم که این آدم بده، حس میکنم که این آدم قاتل. بابا شواهدت چیه؟ شواهد کلا ما خیلی کلا ملت حسی هستیم به جای فکر. دقیقاً شواهد طول میکشه. تو باید بیای یه هفته با اون آدم زندگی کنی، شواهد جمع کنی، یه پرونده جمع کنی، بگی که آقا این پروندهش اینه. حالا فرض کنید فردا یه اتفاقی افتاد، مثلا سال 57 یه اتفاقی افتاد، اون همه کشتار، اون همه چیز بخاطر همون رفتارهای تکانه‌ای بود دیگه. دادگاه‌های انقلابی که یه شبه برگزار شد و هزاران نفر کشته شدن، دقیقاً همین بود. دادگاهی پروسه‌شو درست پیدا نکرد. پروسه‌ش اگه 6 ماه 1 سال طول می‌کشید، شاید خیلی از اون آدم‌ها بعداً ما آسیبشو تو جنگ دیدیم، تو جنگ ایران و عراق دیدیم که خیلی از اون آدم‌هایی که میتونستن مفید باشن توی اون دوره قبلش کشته شده بودن و اصلا صدام شاید بخاطر همین جسارت کرد به ایران حمله کنه، چون خیلی از نیروهای متخصص، خیلی از نیروهای نظامیمون رو ما سال 50 از دست داریم متاسفانه. و این شاید بخاطر همون شور انقلابی، همون حس میکنم ها، همون اینکه ما فرصت ندادیم یه دادگاه درست برگزار بشه. همه آدم ها حق دارن، چه افغانستانی، چه ایرانی، چه
زن، چه مرد، چه حیوان، همشون حق دارن که زندگی کنن، زنده بودن و کرامت زندگی در واقع. من چرا حیوان رو میارم کنارشون؟ به خاطر اینکه حیوان هم نفس میکشه. حالا شاید بیایم اصلا به قول شما بیایم عقب‌تر، همون که موجودیت داره، زنده است، در واقع ارزش داره این زندگی و باید ما بهش احترام بذاریم. مثلا این چیزی که این پروسه‌ای که مثلا میگیم در مورد حیونا میبینیم، زنگ میزنه شهر اینجا سگ است. خب سگ است چیکارت داره میکنه؟ سگ است، اینجا گربه هست مثلا. خب ما مگه این اولین باری که تو کشورمون سگ گربه هست؟ من خودم بچه بودم، بچه تبریز هستم، یکی از محله‌های قدیمی سبزت بچگی تو محله ما سگ گربه بود. نمیدونم واقعا اصلا زیبایی شهرن، مثلا ندیدن الان براشون تعجب داره. زیبایی شهرن، شهر بدون حیوان شهر مرده ایه. دقیقاً. ببین اصلا اون مسئله حیوانی هم که شما دارید میگه توی ایران الان مسئله شده، باز تقصیر کیه؟ تقصیر کیه که اینا انقدر زیاد شدن، بی سرپرست شدن، کسی بهشون رسیدگی نمیکنه؟ این مشکل رو مثلا ما تو ترکیه نداریم، خیلی به اندازه، خیلی تر و تمیزن، خیلی سالمن. آره وگرنه اینجا اتفاقا همه آدما با حیونا خوبن. اصلا شما در هر مغازه یه گربه میبینی پاتوقشه، پاتوق اون گربه اون مغازه است، اونجا غذاشو میخوره، اونجا هم تکون نمیخوره، هیچ کسی هم کاریش نداره. خب پس همه اینا به خاطر، یعنی این اعتراض، ببخشید این اعتراض رو ما باید به اون کسی که این سیاست گذاری ها کرده بکنیم، نه به اون حیوان یا به اون انسان. البته ببینید اون سیاست گذار هم میاد از در واقع اون همون مثلا ما مثال بزنم دیگه عینی در مورد سگ‌ها، ما خودمون یه گروهی بودیم که این شیوه عقیم سازی، واکسیناسیون و برگردوندن به محل زندگی رو انجام دادیم. یعنی اینا واکسینه میشدن، عقیم میشدن و برمیگشتن توی شهر. مردم با زنگ زدن که اینجا سگ است، بیا جمع کنید و شهرداری رو تحت فشار قرار میدن. یعنی یک باز یه عدم تحمل میبینی، باز میبینی که اینها اصلا حاضر نیستن این کوچه رو تقسیم کنن، با اینکه علامت گذاری شده، میدونه که این هیچ بیماری نداره، عقیم شده، یعنی پرخاشگری نخواهد داشت. حتی اونجا بودنش باعث میشه که سگای دیگه ای که شاید اصلا خطرناک باشن، عقیم شده نباشن، واکسینه نباشن، نیان اونجا، ولی باز زنگ میزنه. یعنی اینها باز یه بازی دو سویه است به نظر من. یعنی ما باید همونقدر، میدونم حکومت خیلی 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 مقصره، چون این سالا تمام تلاشش کرده که به اینجا برسیم، خب ولی ما یه جاهایی هم باید بیستیم و بگیم پس مسئولیت شهروندی من چی؟ ضربه گیره. همون چیزی که توی اروپا میبینیم که مثلا حامیان حقوق حیوانات، حامیان اخراج مهاجرین میرن خودشونو زنجیر میکنن که این هواپیما نپره که این مهاجر برگرده تو کشورش مثلا براش اتفاقی بیفته. اون کشور داره قانونی اینا دیپورت میکنه، ولی این شهروند احساس میکنه که اینجا داره یک ناحقی میشه، مسئولیت شهروندیشو داره اینجوری نشون میده. اینها تو هر جامعه ای این مسئولیت شهروندیه که باعث پیشرفت میشه. یعنی ما درسته تقصیر هست، تقصیرکار هست، ولی مطالبه ملی که باید بشه اینجا اینه نظر من. 100%. ببخشید من اینو بگم، 100% که مسئولیت اصلا همه حرف در مورد مسئولیت فردیه. ما حتی اونجایی که میگیم رو به سیستم باید اعتراض کنید، با مسئولیت فردیه. یعنی وقتی میگه اون مقصره، منظوری نیست که خب اون مقصره به ما چه، بریم خونمون. منظور اینه که باید به این قضیه اعتراض کنیم. یعنی این مسئولیت فردی رو فقط باید ببینیم کجا رو باید هدف بگیریم دیگه. ما یه مسئولیتی داریم ولی باید یه جایی رو بزنیم، یعنی یه جایی رو باید هدف بگیریم. یک نشونه هست که اون مشکل اونجاست. این مشکل سگه نیست، این مشکل اون مهاجر بیش از حد نیست، مشکل اون کسیه که این فضا رو به وجود آورده. حتی اون شهروندهایی هم که اصلا تحمل ندارن یا در اون سوادش رو ندارن با برخورد با یک جاندار دیگه، بازم به خاطر اون جامعه‌ای که اون سیستم ساخته، آموزش نداده. میرسه که اون میگن عصبانیتمون رو جهت‌دهی درست بدیم بهش، خشممون رو جای درست خالی بکنیم. خب
چون زورمون نمیرسه میام چیکار میکنیم؟ خشممون رو سر ضعیف خالی میکنیم دیگه. همیشه در همه جا همین بوده. سر راه فکر کنید سیاست‌های دولت همین بوده، مرد سالاری همین بوده، زن ستیزی همین بوده. زورش به سابکارش نمیرسیده، میمده سب خونه زن کتک میزده. همیشه همین بوده. آره. حالا من چند تا نکته میخواستم اشاره کنم اگه صحبتتون تموم شد. بله من که صحبت من چند تا نکته اینجا نوشتم. یکی این داستان ضعیف کشی در مرد سالاری بود که میخواستم بگم و احساس میکنم که حالا ترکیه شاید میتونه راجع به گربه ها یک استثناء محسوب بشه، ولی تا جایی که من دارم فکر میکنم فرهنگ هایی که مرد سالارتر هستن و سنتی تر هستن ضعیف کشی بیشتری دارن و من احساس میکنم که شاید به خاطر این باشه که قدرت رو خیلی تحسین میکنن در این جوامع. مثلا میگن که مردی که مثلا پولدار باشه خیلی خفنه، مردی که قد بلند باشه، مردی که درشت باشه، مردی که نمیدونم مرد باشه، مردی که مثلا عضلات بزرگی داشته باشه، مثلا این خیلی مثلا ته آمال و آرزوهای هر انسانی اونه و خب ضعیف چیه؟ خلافشه دیگه، میدونی؟ و شاید اصلا برای همینه که ما از ضعیف نفرت داریم اصلا. شاید و خب اون فرافکنی هم هست، اون کسایی که اونقدر به اون جایگاه اون بالا نرسیدن، بالاخره نتونستن به اون میزان پول، به اون موفقیت مثلا جایگاه اجتماعی، به اون مثلا اون استانداردهایی که جامعه مرد سالاری برای یک مرد خیلی ایدئال قوی گذاشتن، نتونستن به اون استانداردها برسن. وقتی نتونستن به اون استانداردها برسن احساس حقارت میکنن و خب حقارت رو چیکار میکنن؟ سر ضعیف خالی میکنن. من احساس میکنم که ارتباط بین این فرهنگ و این بحث ضعیف کشی هست. من چون حالا نوشتم چند تا پشت سر هم میگم اگر حالا نکته بود. میدونی من خیلی میخواستم صحبت کنم روش تضاد شناختی در ایرانیانه یا همون کاگنیتیو دیسونانس. یه توضیح بدم که چیه. کاگنیتیو دیسونانس یعنی شما دو تا باور غلط توی ذهنتون هست با هم دیگه متضاده و مثلا من سیگار میکشم و سیگاریم و در عین حال از عوارض سیگار هم اطلاع دارم، در جریان هستم ولی اصلا بهش فکر نمی‌کنم. اگر هم توی اینستاگرام پستی ببینم راجع به مثلا سیگار رد میکنم، ولی دوست ندارم تا تهش بشنم نگاه بکنم چون آزارم میده. خب یعنی این دقیقا این تضاد شناختی در ایرانی ها فوق‌العاده زیاده. از یک طرف مثلا میدونن جامعه ناعادلانه است، از طرف میدونن خودشون دارن هر روز این تبعیض رو حس میکنن، از طرف سر مثلا افغانستان نه خیلی هم عادلانه است، خیلی هم خوبه، مثلا قانون کشورمونه. شما باید دیروز سر همه قانون کشور الان یه نفر کامنت گذاشته که بالفرض هم که تبعیضی باشه کی گفته که رفت اینا خوبه؟ چی اینا خوبه؟ نمیشه که فرض کنیم تبعیضی هم هست، چرا باید رفت بشه؟ چرا خوبه؟ ایرانی ها موج میزنه اصلا خیلی جاها تضاد علایقشون، حتی کلا تضاد در ایرانی ها خیلی موج میزنه. مثلا یه جا طرفدار دولت میشن، یه جا مثلا مخالفش میشن، یه جا مثلا خیلی کلا نیروی انتظامی خجالت نیروی انتظامی. نه من فکر میکنم دلیل خیلی مهمش همین قضیه که گفتن ما آهسته شدن رو بلد نیست. آهسته شدن یعنی تأمل کردن، یعنی وقتی الان همین سوال میگه، یعنی شما رو همین سوالی که خود طرف پرسیده خودش باید تأمل کنه. مگه میشه رفع تبعیض بد باشه؟ میشه. خب یعنی ما ایرانی هستیم، ما خون رنگی داریم، قرمز و اینا. این مسئله می‌خواستم بپردازم در مسئله استحقاق ایرانی ها و خودشیفتگی جمعیه. خودشیفتگی جمعی در ایرانی ها خیلی بالاست دیگه. حالا میتونیم دلایلش هم بگیم که به خاطر همون پیشینه تاریخی و کوروش و ما اولین کشور جهان بودیم و نمیدونم بعدش هم مثلا منشور حقوق بشر در ایران فلان شده، خیلی بهش افتخار میکنیم، یک نارسیسیسمی از اون میگیریم. از طرفی هم مثلا گفتن که مثلا اسلام دین برتر است، خب از طرف هم باز خودش رو انسان‌های گزیده خدا میداند. از یک طرفی هم مثلا خب باز مرد سالاری مخصوصا به مردا باز این احساس داری شما خیلی برترین، شما طلایی هستید. خب همه اینها باعث میشه که خب بالاخره این نارسیسیسم و خودشیفتگی در ایرانی ها خیلی زیاد باشه و این وقتی شما خودشیفتگی جمعی دارید استحقاق خیلی زیادی هم دارید که در جریان هستید. و این مثال میخوام براتون بزنم. چند وقت پیش داشتم به فرناز میگفتن که من هر دفعه
توی خونه زندگی میکردن که سرایدار ایرانی داشتیم، بعد از یک مدت سرایدار ایرانی ما برای ما شاخ میشد. منظورم برای ما شاخ میشد چیه؟ اینکه مثلا احساس میکرد حقشو خوردیم، یا مثلا لج میکرد، یا مثلا احساس میکرد که این چرا پول داره من ندارم، مثلا مگه فرق من، این چرا الان خونش از خونه من بهتره، این چرا طبقه مثلا دوم من مثلا زیر زمینم. بعد یه مدت اصلا استحقاق اینها میمد بالا، در صورتی که مثلا ما در حالا تجربه من دارم میگم مثلا با سره‌دارهای افغانستانی اصلا این نبود. و الان که مثلا میگن که نیروهای کار مثلا ساختمان سازی از ایران برن هیچ اتفاق نمیفته، ایرانی ها میان جاشون میگن نه، ایرانی ها خیلی نارسیسیست‌تر و خودشیفته‌تر هستن از اینکه برن مثلا چه میدونم برن تو کارهای ساختمانی کار بکنن. بزن زمان ببینید که واقعا ایرانی اصلا در شأنشون نیست که مثلا برن چه این کارهای رو انجام بدن. تعداد خیلی کمی شاید معلوم بشن، ولی در کل این شغل‌ها خالی خواهد ماند، مقدار زیادی از این شغل‌ها خالی خواهد ماند. اینا یه کامنتی داریم بریم. ببین این نگاه ساده لوحانه‌ایه که میگن ایرانی‌ها یعنی خودشون میان اینجا کارو پر میکنن، گیریم که پر کنن، گیریم که یه ایرانی گونی بندازه روی شونه‌اش و 3 طبقه بره بالا، ولی با اون حقوق این کارو نمیکنه. یه عده میگن خب چششون کور، حقوق خوب بدن، ولی متوجه این هستید که اون حقوقی که بیشتر به کارگر داده میشه تورم رو بالا میبره. یعنی کسی که محصول تولید میکنه وقتی که داره 2 برابر حقوق میده، شما باید 2 برابر پولشو بدید. یعنی یه نگاه ساده لوحانه است. دوباره همون آهسته نشدنه. ببین قضیه آهستگی، حالا ما تو بحث خودشناسی خیلی روش تاکید میکنیم. اصلا مهمترین اتفاق زندگی آهسته شدن. شما وقتی آهسته میشی از اون خشمی که تو وجودته، از اون ترسی که تو وجودته خلاص میشی. نگاه یه لحظه نفس عمیق بکش، نگاه کن اصلا وضعیت چته، داری یه چیزایی رو قرقره میکنی، فقط اصلا بهش فکر نمی‌کنی، داری تکرارش می‌کنی. الان جامعه ما یه بخشش داره این کار می‌کنه، اصلا فکر نمی‌کنه به قول شما اون نیرو انتظامی که امروز داره بهش میگه تشکر، دیروز داشته میزدش. خب چطوری شما میتونید یه دفعه اینقدر تغییر موقعیت بدید؟ نه، یک چیزی که میخواستم بگم اینه که یک ارتباطی پیدا میکنه اینجا این بحث افغانستانی ستیزی با زن ستیزی. یه ارتباط دیگه هم که هست اینه که مثلا یکی داشت میگفتش که ما دوست داریم افغانستانی ها برای ما کار بکنن ولی حرف ندارن، سرشون در نیاد، پولم نخوان، هیچی نخوان، فقط کار کنن. یعنی ما از منابع اونها، از منابع لیبر اونها، کار اونها استفاده بکنیم ولی نه پولی بهشون بدیم نه احترام، هیچی، پس سرشون هم در نیاد. خب این دقیقاً ما همین کار با زنها هم کردیم، هم میکنیم. یعنی مثلا ما توی فرهنگ مرد سالاری و زن ستیزی اینجوری بودیم که زن تو خونه کار بکنه، کار خونه فوق‌العاده زیاد و وحشتناکه. حتما کسی که تجربه زندگی حالا خانه‌داری رو داشتن میدونن که چقدر کار زیادیه. آره خیلی کار زیادیه. این فرد از صبح تا شب برای ما کار بکنه ولی سکوت، فقط کار، فقط من از منابع لیبر این فرد استفاده بکنم. و این هم باز یک کانکشن دیگه هست بین این دوتا معضل. بله اصلا شما هر چقدر نگاه کنید، میگم چون زن یک تبعیض مضاعفی درش هست، یعنی مجموعه از تبعیض هاست، جمع تبعیض هاست. اگه وقتی شما دارید به تبعیض نگاه میکنید، اتفاقا اگه سختتونه بفهمید تبعیض رو، برید به درشت ترین قسمت تبعیض نگاه کنید که در مورد زن هاست. یعنی تو اگه زن رو نمیفهمی که مورد تبعیض قرار گرفته شده، معلومه که افغان رو نمیفهم، معلومه که نمیفهم چیزی که باش زندگی کردی، تبعیضی که حتی یه جایی درش نقش داشتی، یه جا اینو نمیفهمی. یه چیزی که هست اینه که این همون تضاد شناختی دیگه. شما میدونی سیگار مضره، ولی وقتی کسی بهت میگه مضره میگی خفه شو، نمیخوام بشنوم. اینم همونه. اصلا مگه میشه شما ندونی در ایران علیه زنان تبعیض وجود نداره؟ میدونن ولی وقتی ما حرف میزنیم میگن خفه شو. نیست میدونن هست ولی میگن نه نیست. این دقیقا همون باز بحث تضاد شناختیه. خب میدونید همون چیز هم هست، یه بحثش هم همون بحث محق دونستن خود هست، محق دونستن احمقانه. این من قبول دارم که یک مردم توی ایران به شدت درش روش فشار هست، یعنی مسئولیت‌های یک مرد داره که واقعا خب از یک حالا توی بخش خودش اون خانم نداره.
یعنی ازش انتظار هست که سریع به یک موفقیتی برسه، یک دنبه‌ای داشته باشه، یک جایگاهی پیدا بکنه. حتی ازش انتظار هست که مدام توی اون تعاریف کلاسیک مردونه بمونه. این خیلی فشار زیاده، برای خود من فشاره. یعنی از من انتظار هست که مرد باشم. میدونید؟ یعنی همون قضیه پسرها پرنسس شده فوش دیگه. در صورتی که یه پسری شاید دوست نداره اونقدر مسئولیت به عهده بگیره، اشکال داره؟ حق نداره یه پسر دوست نداشته باشه اینقدر پشتوانه باشه، میخواد زندگی کنه. اصلا قبول دارم که روی مردها حتی این زن ستیزی، در واقع مرد سالاری، مشتی که تو صورت خانم ها میخوره ضربش رو خود آقایون هم میبینن. یعنی مرد سالاری بر علیه مردان هم هست. مردی که نمیتونه آزاد باشه دست درد میگیره. دقیقاً. ببینید مرد سالاری یعنی مردها نمیتونن آزاد باشن، مردها باید مرد بمونن. تعریف مرد اون آلفا، اون نر، در صورتی که شاید یک مردی نخواد نر باشه، نمیخواد نر باشه. من اینو قبول دارم. جالبش اینه که مردهایی که این فشار رو دارن احساس میکنن میان با ما فمینیست ها میجنگن. همین میخوام بگم، تو باید بری با فرهنگ مرد سالاری بجنگی، تو باید بری کنار بجنگی. دقیقاً. من همین میخوام بگم این محق دونستن احمقانه است. من قبول دارم که مردها یک مشکلات خاص خودشون دارن و بسیار هم سنگینه، ولی اگه با اون مشکل داری، برو کنار فمینیسم وایس. به خاطر اینکه اونم داره از تو حرف میزنه. اونم میگه لازم نیست تو همه چیز رو کنترل کنی، لازم نیست همه مسئولیت‌ها به عهده تو باشه، لازم نیست تو ادای نر بودن رو در بیاری. اوکی، یه عده‌ای از مردان نرن واقعا، همونجوری که یه عده‌ای از خانم‌ها مادن. این مزبود حیوانی دارم نگاه میکنم. این تمام اون، یعنی اون زن آلفان یا مرد آلفان. من مرد و زن آلفا رو یه چیز خوب نمیدونم. من اتفاقا هر چقدر از این آلفا بودن فاصله میگیرید، یعنی اون چیزی که واقعا هستید رو، شهامت بروز دادنش رو دارید، اونو من برتری میبینم. نه اینکه بخواید شبیه یک مجسمه زن بشید، زن یعنی این یا مرد یعنی این. پس اگه ما کنار فمینیست وایسیم، در واقع داریم برای مردها مبارزه میکنیم. البته که قبول دارم فمینیسمی که برای برابری و برای رفع این تبعیض مبارزه میکنه، نه بر علیه مرده، بر علیه مرد نیست، بر علیه اون سیستمیه. بله، فمینیست درست همینه. بله، فمینیست درست و غلط نه. فمینیست اینه، حالا کسی که میاد میگه که مثلا ایوا فلانی این کارو کرد فمینیست اون تعمیم اشتباهه دیگه. آره، اصلا فمینیست نیست. یعنی فمینیست یه اصولی داره، یعنی میگیم که برابری حقوق زن و مرد، از بحثم حقوقیه بیشتر، یعنی بیشترین بحثی که وجود داره توی بحث فمینیست حقوقیه، برابری حقوقه، برابری فرهنگی. درسته، اول بحث حقوقیه، بعدش هم میاد تو فرهنگ، میگه که برای برسیدن به این برابری حقوقی ما باید جای فرهنگ رو تغییر بدیم یا خواستار تغییر فرهنگ بشیم در واقع. دقیقا همینه. حالا یکی فمینیست بیاد فوش بده، فمینیست نمیگه برو فوش بده، ولی خب میشه روشتر. آره، آخه یه نگاه اشتباهی هست که من خیلی باش زاویه دارم. من مرد رو ظالم نمیبینم، اما ظلم کرده. این دوتا با هم فرق میکنه. ظلم شده به خانم ها، ولی مرد ظالم نیست. مرد این نقشه رو طبیعت بهش داده. یعنی چی؟ یعنی توی طبیعتی که اسمش حیات وحشه، زور بازو مهم بوده. این از اینه. یعنی زور بازو بقای تضمین میکرده. اونی که زور بازو رو داشته کنترلگر هم شده. هر کی زور داشته باشه کنترلگر میشه. یعنی اگه تو طبیعت خانوم ها زور بازو داشتن، مثل گونه های حیوانی که الان داریم، مثل سگ های وحشی، مثل کفتارها که زن سالاریه، قدرت فساد میاره. دقیقاً. یعنی اگه این قدرت بازو دست جنس مؤنث بود، امروز ما مردها داشتیم برای حقوق برابرمون می‌جنگیدیم. خب پس میخوام بگم مرد ظالم نیست، ولی ظلم کرد. ظلمش یه ظلم سیستمیه. یک نقشیه که فرگشت گذاشته رو شونه مرد، یعنی مرد زمخته شده. خب اونی که زمخته بوده، اونی که کارهای سخت رو میکرده، جون سرش رو میزدن، جلوی گرگ میرفته، جلوی شیر میرفته، مسلما تو خونه میمده میگفته خب حالا پس وظیفه کنترل با منه دیگه، پس من باید تو رو کنترل، تو مال منی. اگه فرگشتی نگاه کنیم،
بچه یعنی سرمایه، زن بچه دار می شده، اصلا صاحب سرمایه بوده، چرا ظلم نمی کرده؟ زورش نداشته، زور بازی نداشته. نه یکی از بچه رو بکشه، مثلا بگه که من اگه به فلان حقوقا ندی من بچه رو میکشم. خب کشته نمیشده به تسلیمت. من بعد اینجا چند تا توضیح بدم خیلی سریع، خیلی تونتون میگم چون حرف شما چندین و چند اشتباه توش داشت. ببخشید اینجوری میگم چون در اشتباه نداره، خود تخصصی ماست دارم بهش. اولا اینکه فرهنگ مردسالاری و ظلم مردانه از 10,000 سال پیش شروع شده. یعنی اگر بخوام در طول عمر بشر روی کره زمین بخوام حساب بکنیم، فقط 5% از عمر بشر ما مردسالاری داشتیم و در زمان قبل از حالا به وجود اومدن صنعت کشاورزی اصلا مردسالاری وجود نداشته که شما فکر کنید میرفته با گرگ میجنگیده بعد میومده مثلا سرش رو کتک میزنه، اصلا چنین چیزی نبوده. زمانی که فرهنگ مردسالاری به وجود اومد زمانی بود که خب حالا زنها رو کردن تو خونه و بعد بحث منابع و اراضی و اینا به وجود اومد، از اون موقع شروع شد. این یک مورد دیگه که شما گفتید که اگر زن این قدرت رو داشت این کار رو میکرد، اگر مغز زنها و مردها تفاوت هایی داره که یه بین یعنی این تفاوت‌های مغزی به خاطر فرهنگ به وجود اومده کم کم. یک تعداد از این تفاوت‌ها یه عده اعتقاد دارن که اصلا به خاطر تکامل بوده، به خاطر همون روانشناسی تکاملیه، نمیشه منکرش هم شد. مثلا احساس همدلی در زنها قوی تره که حالا یه قسمت قشر پیشانی مغزشون فعال تره است و این همدلی که فعالتره هم میتونیم اینجوری بهش نگاه بکنیم که چون فرزند آوری میکردن همدلیشون بیشتره، هم میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که به خاطر اینکه در فرهنگ مردسالاری مثلا اینجوری شدن که تو باید خودتو تغییر بدی، مثلا تو باید مهربون باشی، اون قوی، اون مرد، اون میره کار میکنه، تو باید لطافت داشته باشی. هم در واقع اینجوری ما کاندیشنشون کردیم، اینها رو شرطی سازی کردیم که این همدلی با تقویت هم شده. یعنی هم از دو جهت میتونه یه سری تفاوت. پس در نتیجه میتونیم بگیم که اگر زنها این قدرت رو داشتن احتمال قوی اتفاق نمیافتاد. جوامع زن سالاری داشتیم و هنوز هم داریم، تعداد بسیار کمی هستن البته. در جوامع زن سالار فرزند مرکزه. خب یعنی چیزی که براشون مهمه اینه که مثلا جوامعی که بیشتر به سمت زن سالاری رفتن، سیستم مثلا کشورهایی که رئیس جمهور زن دارن، سیستم سلامت، سیستم فرزند آوری، مثلا امتیازاتی که به مادرها میدن یا مثلا برای بچه هاشون مهد کودک رایگان میذارن. ببینید اصلا میره به این سمت، نمیره به اون سمت سیستم هایرارکی. یه چیزی که جالب بهتون میگم، تست من یه چیزی رو بگم امروز داره تستوسترون توی مردها باعث رقابت و ایجاد سیستم های هایرارکی میشه. خب خیلی جالبه میگم که اومدن به یه سری میمون بودن فکر می‌کنم بهشون تستوسترون اضافه تزریق کردن و دیدن که این تستوسترون واسه خشونت نمیشه. مثلا شما اگه تستوسترون بالاتر داشته باشی خشن نمیشی لزوما. چه اتفاقی میفته؟ مثلا ما هایرارکی داشتیم، گروه A B C. گروه B وقتی تستوسترون بیشتر دریافت می‌کرده به A کاری نداشته، میرفته C رو میزده. میدونید یعنی باز هم بیشتر همون تستوسترون رقابت جویی، خب رقابت در چیه؟ آوردن سیستم های هایرارکی و طبقه ای رو بیشتر دامن میزنه. خب و با وجود تمام صحبت ها احتمال قوی اگر چپه می بود اوضاع به این صورت نمی‌بود. خب آقا تو طبیعت نشوناش نیست. نگاه کنید الان توی طبیعت همون کفتارها که گفتم زن سالارن نرها رو میکشن، یا عنکبوت‌ها که توشون زن سالاری هست بعد از جفتگیری نر رو میخورن. یعنی اینی که شما میگید امروز آخه ما هم حیوانیم، فرق نمیکنه. ما هم در یک بخشی حیوانیم. دنیای حیوان ها رو میبینی، مثلا همون کفتارهایی که میگی آره مثلا شما تو گربه ها رو نگاه میکنی، مثلا ماده‌های گربه ها همیشه خشن‌تر از نراشون هستن چون باید از بچه هاشون مراقبت کنن. ولی یه جایی اگر کمبود منابع باشه ممکنه دو بچه‌شو بکشه بخوره. ولی خب ببین توی جامعه شناسی انسان، توی در واقع روانشناسی انسان ها
اینا رو نمیتونید تعمین بدیم الزامن. ببین یعنی شما، من میدونم دارین از چه زاویه‌ای نگاه میکنین، آره میشه یک سری در واقع تعمیم ها داد، ولی نه به اینقدر مستقیم. میخوایم این موضوع رو امروز اینجا باز نکنیم چون خیلی پیچیده است. به علاوه زیست شناسی اصلا یه مسیر دیگه است. خب و حتی در مورد الان این خودش دقیقاً بهتره. اگه خواستیم بعدا بگیم. من اول فقط اینو بذارید، من از اینجا که پریدین، من فقط میخوام اینو بگم که به نظر من ظلمی که آقایون کردن ظلمی بوده که در سیستم بوده، یعنی در جامعه بوده، فرهنگ بوده. بله. و خودشون هم قربانی شدن. بله. ببین من میتونم درک کنم. ما مثلا تو روانشناسی کسی که روانشناسی میکنه معمولا اینجوری با یک قاتل زنجیره‌ای هم ممکنه احساس همدلی داشته باشه. مثلا خب این در یک شرایط اینجوری به وجود به دنیا آمده، بهش پدرش بهش تجاوز کرده، فلان شده، اینجوری یا قاتل زنجیره‌ای شده. اگه در این شرایط به وجود نمیومد، اگه این پدر نداشت، قاتل نمیشد. خب اگه اون بخوام اینجوری در نظر بگیریم، واقعا من میتونم درک بکنم که چرا یک سری مردها به شدت زن‌ستیز میشن. خب توی خانواده این شکلی اصلا بزرگ شده، رشد کرده. من هم اگر یک مرد بودم، من هم اگر در خانواده بودم، شاید اینجوری میشدم. اگه مثلا یکم حالا تفکر نقاد کمتری می‌داشتم، خب بالاخره ممکن بود هوش کمتر داشته باشم، ممکن بود مثلا هوش اجتماعی عاطفی کمتر داشته باشم، آیکیو کمتر داشته باشم، ممکن بود من هم اون بشم. پس میتونم باشون همدلی بکنم. از لحاظ فرهنگی اینو میپذیرم، ولی از لحاظ اینکه بگیم چون صرفا زور بازو داشتن، حالا اونو باید اگه خواستید بعدا در موردش صحبت کنیم. من خیلی کلی گفتم. چی که مسئولیتی که به دوششون هست رو ما به هیچ وجه اول بحث کردیم. بله ظالم باشن در کنار ظالم مهم نیست. نه اصلا مهم نیست. از این نظر اصلا مهم نیست. به هر حال مسئول تبعیضی که زن در تمام این دوران آسیب دیده به واسطه‌اش، مسئولش جامعه مرد سالار است. یعنی هیچ شکی توش نیست. دارن بازی میکنن، یا بازی میکنن یا در برابر اون بازی‌هایی که داره میشه سکوت هم میکنن. یعنی حمایت میکنن. بله 100%. اوکی. من یک مطلبی رو میخوام بگم، بعد حالا پیشنهاد دارم که آره سر تمام شد. من مبحث تبعیض نادیده رو میخواستم بگم. مبحث تبعیض نادیده یعنی تبعیضی که ما هم در زندگی خودمون متوجهش نیستیم و نمیبینیمش، انقدر طبیعیه که خب طبیعت دیگه است، نه همینه دیگه، زندگی همینه دیگه. مثلا چه میدونم فلانی مثلا مادرم تعریف میکرد که دختر خالش رو میخواستن پدر و عموش بکشن چون فرار کرده بود. بعد من خیلی شیک میشستم گوش میکردم، آره مثلا سوال هم پیش میاد که مثلا خب یعنی چی، مثلا برای چی مثلا میخواستم باید برم چین کار بکنن. انقدر تبعیض‌ها بعضی وقتا عادی سازی شده که مثلا ما قطعی ناموسی رو هم حتی زیر سوال نمیبردیم وقتی که مثلا سنم کمتر بود، که مثلا خب یعنی چه چیزی وجود داره، چه این مفهومی. بگذاریم یه بحث تبعیض نادیده در زندگی خودمون هست که متوجه خیلی از تبعیض‌ها نمیشه. یه بحث تبعیض نادیده در دیگران. خب ما وقتی که سالم هستیم و یک فردی مثلا پاش شکسته، من تا زمانی که خودم پام نشکسته باشه دردم رو هیچ وقت نمیبینم، نه حتی بهش اعتبار میدم، نه درکش میکنم. خب و خیلی وقتا ما خبر نداریم مثلا از این دردهایی که هست، بعضی وقتا خبر هم داریم از این دردهایی که هست ولی برامون مهم نیست چون خودمون درکش نمی‌کنیم. یه مثال براتون بزنم. من با آقای حمید آریارمن خبرنگار افغانستانی داشتم صحبت می‌کردم و گفتش که شما می‌دونین که مثلا چه مثلا زن‌های افغانستانی که حالا به عنوان اینکه اینا اتباع هستن دستگیر میشن و میرن توی سری جاهایی که مثلا حالا تا برسن به افغانستان می‌بینین شبشون تجاوز میشه. من اینجوری بودم که نه نمی‌دونستم، یعنی باید می‌دونستم، چون نمی‌دونستم یعنی باید می‌دونستم، یعنی اگه بگم منطقی فکر کنم خب زنه الان خب احتمالش رو باید میشه داره فکر نکرده بودم اصلا این انگار به هم چون بهش کسی اشاره نکرده بود این مفهوم در مغز من وجود نداشت. همون آهسته شدن باز به نظر من آهسته نشدید درش. آره و اینم که هست میخوام بگم که خیلی از این تبعیض هایی که علیه افغانستانی ها وجود داره
ما چون اون زندگی رو زندگی نکردیم، تجربه زیسته اونها رو نداریم، نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم درک کنیم. شاید یک دلیل این که اینقدر داریم ناعادلانه داریم راجبشون نظر میدیم همینه که ما تجربه زیسته روزمره اونها رو نداریم. 100% همینطور. اصلا ما دیگری رو نمیتونیم بشناسیم و درک کنیم مگه اینکه اشتراکاتی با ما داشته باشه. یعنی ما واقعا اگه حتی چیزی رو میشنویم، حتی مسئله زن، ما من به عنوان یک مرد تبعیضی که در مورد زن شده رو میدونم، اما این دونستنه به معنی فهمیدن نیست. من فقط میدونیم همشو نمیدونیم. مطمئن باشید این سری تحقیقاتی هست که کسی حالا به شما نگه. آره حالا اون که هیچی. من میگم حتی اونی هم که میشنوه، همون چیزی هم که ازش مطلع میشید، چون زندگیش نکردید نمیفهمش، فقط مطلع شدید. مطلع شدن با زیست کردن فرق میکنه. وقتی که من احساس مثلا یک نگاهی که درش تجاوز هست، یک نگاه، فقط یک نگاهی که یک زن تجربهش میکنه توی جامعه، من اینو هیچ وقت تجربه نکرده باشم که نمیتونم کرده باشم به عنوان یک مرد، درسته که میفهمم این نگاه آزاردهنده است، اما اون آزار رو زندگی نکردم، اون کیفیت آزار رو من زندگی نکردم. حالا اونی که اصلا نمیدونیم که دیگه هیچ، اون تعویضی که ازش مطلع نیستیم است. یک مورد دیگه هم من بگم دیگه سریع جمعش بکنیم، اینی که یک سری توی این مدت، توی این چند روزی که حالا مرجع افغانستانی ها پست و استوری گذاشته، یه سری صحبت‌های تکراری میشد. خب این صحبت‌های تکراری میشه که تو افغانی هستی و من همیشه میگفتم این شما ببینید چقدر دیگری سازی اینجا شدیده که نمیتونن باور کنن که تو میتونی عضو یک گروهی باشی و از گروه دیگری نفرت نداشته باشی و از گروه دیگری مثلا باشون خشمی نداشته باشی یا مثلا ستیزی نداشته باشی. حقیقتا باور کنید باور نمی‌کردن، واقعا باور نمی‌کردن. میگفتن تو امکان نداره یا جاسوس اسرائیلی یا پول گرفتی یا خود افغانی هستی. یعنی واقعا نمیتونن درک بکنن که مثلا تو میتونی با گروه‌های دیگه اوکی باشی، همدلی داشته باشی، همدردی کنی، مثلا لزومی نداره که مثلا حتما چه میدونم. اصلا همین که من فکر میکنم که الان یه دختری میره اونجا و دیگه نمیتونه بره مدرسه، کافیه که من رو به یه استرابی بندازه، یه ناراحتی بکنه. یعنی مثلا مال تو نیست که دختره، که این قضیه همتیمیه دیگه، مال ما نیست که. پس تموم شد. میتونه دختر باشه، یه دختر 15 ساله، من الان میتونم دختر 15 ساله داشته باشم و اون همه این دخترای ما هستن دیگه. چه من فرقش رو واقعا درک نمیکنم واقعا شخصا. یه چیز دیگه هم بحث جنرالایز کردنه. جنرالایز کردن یعنی که شما مثلا یک نفر رو دیدی که مثلا ترکیه‌ای بوده، بعد اومده زده تو گوشت و تو از فردا میگی تمام ترکیه‌ای ها میزنن تو گوشت. این میشه جنرالایز کردن که ایرانی ها خوب انجامش میدن، یعنی زیاد اصلا اینجا منطقشون خاموش میشه. مثلا این ویدیو برای من فرستادن از این که مثلا چه میدونم یک فرد افغانستانی داره میگه آره ما ایرانی ها رو فلان میکنیم. خب دیگه اصلا اوکی، اصلا هست، من نمیدونم نیست، هستن یه سری از افغانستانی که مثلا ما ایرانی رو فلان میکنیم. چه ربطی داره به همشون؟ شما چرا انقدر جنرالایز میکنین همه رو؟ تفکیک نمیتونن میکنن، یه دسته میذارن. این خیلی برای من عجیبه و من حتی خب اون خشم رو درک میکنم. خب مشخصه شما یک عمر اینها رو مثلا تحقیر کردین، منم بودم گفتم ما ایرانی ها رو فلان میکنیم، من واقعا میتونم خشمشون رو درک بکنم. راجع به مسئله جرم و جنایت هم من ایشه بگم و بحث هم بکنیم، اینه که جرم و جنایت افغانستانی ها در ایران به شدت رسانه‌ای میشه، خیلی رسانه‌ای میشه، در صورتی که جرم و جنایت ایرانی ها در کشورهای دیگه رسانه‌ای نمیشه. داشتم به فرناس میگفتم چند روز پیش که من کلاً از جرم و جنایت ایرانی ها در کشورهای دیگه دو تا خبر شنیدم. یکی تجاوز اون سه تا ورزشکار بود، اونم نمیشه بزنه این نشه. یکی هم اونا رسانه‌ای کردن. یکی هم یه آقایی بود که مثلا توی کانادا زنشو کشته بود. همین دوتا. من دیگه کلا راجع به اینکه ایرانی ها دارن چه جرم و جنایتی در کشور دیگه کلا هیچی نمیدونم. حتی چرا مثلا من حالا یکم اقرار شده بود مثلا، ولی در کل میخوام بگم که
ما از اینکه ایرانی ها چقدر انجام مجاهدت در کشورهای دیگه میکنن صحبت نمی کنیم و وقتی که میگیم آمار رو میگیریم و تعداد زندانی ها رو میگیریم میبینیم که تعداد زندانی ها و آماری که افغانستانی ها در ایران هستن زیر 16%. خب و مثلا نه 16% من درست گفتم 16%. بعد مثلا ایرانی ها شده مثلا 26% در بریتانیا. نمیدونم، یعنی میزان جنایتی که ایرانی ها دارن در کشورهای دیگه میکنن بر اساس تعداد زندانی ها در تمام کشورها بیشتره. این درصدا یه خورده چیزا مثلا اون 26% که میگی شاید نسبتی که میگم مثلا تو ایران ما زندانی زیاد داریم، حتی زندانی ایرانی، بعد اون درصد میاد پایین، یعنی یه جوری ریاضیش هم هست. مثلا تو بریتانیا کلا زندانی کم دارن، ایرانیایی که میرن درصد میره بالا. اگر به تعداد ولی نفرات حساب کنیم ایرانو بگیم نسبت به جمعیت زندانیان ایرانی بیشتر از زندانیان اتباع بودن، یعنی اینجوری بگیم نسبت به جمعیت. نه اصلا مشاهده خود ما هم همینه. ببینید الان توی ترکیه واقعیتش اینه که یه چیزی ایرانی‌ها بهش معروف هستن و اونم اینه که وقتی شما برید خونه اجاره کنید بهتون میگن مواد که نمیفروشید. یعنی ایرانی‌ها اینجا به مواد فروختن معروف هستن و به کلاهبرداری. یعنی الان من 6 سال اینجا هستم، احتمال اینکه یک ایرانی کلاه سر شما بذاره خیلی زیادتر از اینه که یه افغانی این کارو بکنه. ببینید خیلی زیادتر. ایران ستیز هستیم. ببینید ما ایرانی ستیز نیستیم، ما فقط داریم میگیم واقعیت رو ببینید، اعداد رو ببینید، آمار رو ببینید. ما وقتی میگیم نه ایرانی‌ها خوبن، ایرانی‌ها رفتن کشورهای دیگر رو آباد کردن، اینا اومدن تو اینجا دارن. ببینید صحبت ما اینه که ما نمیگیم ما بدیم، ما نمیگیم اونا خوبن، ما میگیم تو ما هم بد و خوب هست، تو اونها هم بد و خوب هست. همین. بله دقیقاً. آخه مسئله اینه که ما حتی بدیهای خودمون رو هم باز شبیه افتخار میبینیم. یعنی که کلاهبرداری میکنیم، زرنگی میکنیم، یه جایی ایرانی به اینم افتخار میکنن که ما زرنگی. بله. ما داریم اینها رو میگیم که آگاه باشید که اینها رو ما هم داریم، ما هم میکنیم. اصلا زرنگی رو سادگی رو بد میدونیم، ما محسوبه میکنیم که ساده باشه ما میکنیم. دقیقا این کارو میکنیم. یه تحقیری کنیم مثلا طرف روی خودش ساده است، مثلا یه حالت این که مثلا اگه زرنگ باشی کلاهبرداری کنی، مثلا بتونی تو پاچش کنی، همه مثلا افتخار میکنن، میتونی پوز بدی تو جمع ها. من سر زنم مثلا گذاشتم مهریه‌شو ندادم، من مثلا اینقدر مثلا میدونی، یعنی همه این میدونیم و جامعه تشویق میکنه ما رو. دقیقاً اصل حرف اینه که فکر نکنید ما یه نژاد آسمانی هستیم و هیچ اشکالی نداریم، بقیه بدن ولی ما ما آباد میکنیم. هرچی مهندس هست توی ناسا ایرانیه. خب حالا 2 تا ایرانی توشه ولی خب بقیه‌شون کجایی هستن؟ بقیه‌شون هم چینی هستن، ژاپنی هستن، هندی هستن، پاکستانی هستن، از همه جای دنیا هستن. خب ایرانی هم هستن. ما فکر میکنیم ما یه چیزی هستیم که اصلا با همه فرق میکنیم، در یک توهمی زندگی میکنیم. نکته جالب دیگه هم که هست اینه که کشورهای دیگه مثلا دبی که الان این همه کارگر هندی و پاکستانی داره، دبی داره دعوت میکنه بیاین اینجا کارگری بکنین. یعنی اولا ببخشید نه اصلا میگم کارگری رو با افغانستانی دارم یه چیزی میکنم، به خاطر اینکه تفلک ها مجبور بودن، یعنی توی ایران خب شغل دیگه نمیتونستن، خیلی از نه تحصیلات درست نمیتونستن داشته باشن، اونقدر خیلی سخت بوده. بگذاریم از اینکه واقعا مجبور شدن برن توی این صنعت. ولی میخوام بگم که کشورهای پیشرفته آلمان هستن، وقتی نیروی کار میگیره از کشورهایی که جهان سومیان یا در حال توسعه‌ان یا هر چیزی به نفعشه. و من نمیدونم چجوری ایرانی رو درک نمی‌کنن. یه چیزی من بگم خیلی جالبه، همین بحث زن آلفا و مرد آلفا که بهتون گفتم، اصالت چیز خوبی نیست. توی ژن اصالت چیز خوبی نیست. برای همین ازدواج فامیلی بده. یعنی شما اگه با دخترم و پسرم بتون ازدواج بکنید امکان داره بچه‌تون ناقص بشه. یکی از سیاستایی که کشورها دارن اینه که ژن‌ها رو در واقع از جاهای دنیا میارن توی جامعهشون که تا
تنوع ژنتیکی تو کشورشون زیاد بشه. یعنی اگه ما افتخار کنیم که ما اصیل هستیم و نژاد ما، مثلا به قول یکی از دوستان اینجا نوشت، ما به عنوان انسان یک نژاد بیشتر نیستیم اصلا. ما سگ نیستیم و گربه نیستیم که چند تا نژاد داشته باشیم. ما هممون هموساپین هستیم، مثلا نژاد دیگه نیست از انسان. ولی این تنوع ژنتیکی اگه بهش افتخار میکنید، دارید از یک نقص در واقع حمایت میکنید. اتفاقا یه جامعه‌ای که دنبال این باشه که جامعه سالمی باشه، باید کنترل شده همیشه از اتباع دیگه بیاره تو کشور خودش. باید این خیلی جالب. اتفاقا چیزی که از اینه که میگن وقتی که شما با یک نفری احساس به سری چیزهایی که اون فرد علاقه نشون میدی، احتمال قوی فرزند قوی تری، یعنی فرزند با ژن‌های قوی تری خواهی داشت. و خیلی جالبه که میگن این حس هایی که میکنه احتمالاً از فردی خواهد بود که ژنتیکش با تو خیلی فرق میکنه، یا مثلا نژادش با تو فرق میکنه و این باعث یه سری جذب هایی میشه، مثلا یه سری هورمون های، مثلا یه سری بوهای خاصی مثلا برای تو جذاب بشه. و به چه دلیل کاملا فرگشتی داره؟ به خاطر اینکه دو تا نژاد مختلف فرزند با ژن قوی تری به وجود میارن. دقیقاً همینطوره. و اصلا قضیه بو هم فقط نیست، یعنی ذهن ما یه سری المان ها داره، اینا رو مدام بررسی میکنه. وقتی یه آدمی رو میبینه که متفاوته، حتی چون ظاهر نشونه های از ژنتیک درش هست دیگه، ظاهر یک انسان، چون این نشونه ها رو میبینه، به ما اینو در واقع تلقین میکنه که تو از این خوشت میاد، چون این نشونه ها رو دیده. یعنی این متفاوت بودن اتفاقا یه نقطه‌ایه که ما میتونیم تو شانس تغییر داشته باشیم. اصلا این افتخار نیست که ما یک ملتی هستیم که مثلا اصیل هستیم. اصالت شاید به درد اسب‌ها بخوره که بگن این اسب مثلا نژاد اصیلیه، به درد انسان نمیخوره. حتی لحاظ فرهنگی هم همینطوره. اگه الان ما یک کشوری داریم مثل آمریکا که به هر حال توی یک چیزای مهده، توی دموکراسی، توی آزادی، با تمام نقصایی که دارن، اگه اونجا به این نقطه رسیدن چون تنوع فرهنگی داره. هر چقدر جامعه بسته تره درش تعصب بیشتره. اتفاقا رو در نظر بگیریم. دقیقاً. یعنی من فکر کنم اگر راهکار این تعصب رو بخوایم ببینیم که چیه، چطوری میتونیم از شر این همتیمی بودن و یارکشی کردن خلاص بشیم، اینه که آغوشمون رو برای دیگری باز کنیم. هر چقدر که این تنوع بیشتر بشه، یعنی هر چقدر که این تیما خورد بشن. الان مثلا یارکشی توی، باز ما یه شانسایی آوردیم، یارکشی توی ترکیه تقریبا 2 دسته است، کردها و ترک‌ها. حالا یه مقداری از ارامنه هم هستن. برای همین تعصب خیلی بیشتره. ولی یارکشی توی ایران باز یکم متنوع‌تره، این اقوام خوردترن. یعنی این دیگری رو باز ما بیشتر میتونیم توی ایران درک بکنیم. این احساسی که ما ایرانی‌ها داریم و من بعد از مهاجرت فهمیدمش، که فکر می‌کنیم از همه دنیا فرق می‌کنیم، که فکر می‌کنیم همه دنیا میخوان بیان ما رو بگیرن، ما خیلی خاصیم، ما منابع داریم. ترکام همین حرف میزنن، دقیقاً همین احساسو دارم. و من وقتی دیدم دیگری هم همین احساسو داره، منم همین احساسو دارم، 2 تا احساس که نمیتونه درست باشه، که 2 تامون نمیتونیم برترین باشیم، پس 2 تاش فیک، 2 تاش دروغه. و هر جامعه، من وقتی بهش نگاه کردم، هر جامعه‌ای که در گذشته یک تاریخی داره، حالا خودش نوشته، یونانی‌ها دارن، مصری‌ها دارن، ترک‌ها دارن، عثمانی، تازه مال اینا نزدیک‌تره، مال عثمانی همین 400 کمتر. جنگ جهانی اول تموم شد، آره جنگ جهانی اول عثمانی رو به هم ریخت، خیلی نزدیکه. هر کشوری که در گذشته یک رویایی داره، امروز در حقارت زندگی میکنه. امروز داره میگه اون روز خوب بود، چون امروزش بی‌کیفیت نسبت به اون روز احساس میکنه حقیره، و چون احساس میکنه حقیره گارد میگیره، خشن میشه. نه به یه آویزون میشه که ببینید، من همیشه میگم وقتی میبینم یک مردی زن ستیزه خب و میگه مثلا من مردم من خیلی به مردمش افتخار میکنه، هر کدومش که نگاه کنی هیچ چیز دیگه برای ارائه ندارن. 100%. اصلا کنترلگری همینه. دستاورد دیگری در زندگی داشتن به آلت تناسلیشون آویزون نمیشدن که به خودشون ارزش بدن. اگر این
امروز واقعا دستاورد درست حسابی داشته باشه به ملیتش آویزون نمیشه. اگر مثلا چه میدونم شما با سفید پوستا مثلا چقدر مثلا توی آمریکا مثلا نژاد پرستن، اگر تو واقعا غیر از چشم آبیت چیزی داشتی، تحصیلی داشتی، درس خونده بودی، عقلی داشتی که میتونستی به اون افتخار کنی، به چشم آبیت افتخار نمی‌کردی. چیزی که شانسه، یعنی واقعا ما هممون میتونستیم یه ذره اونورتر دنیا بیایم و الان افغانستانی بودیم. یعنی خیلی چیز واضحیه. مثلا اینکه حالا ما تو ایران به دنیا اومدیم مگه دست ما بوده؟ مگه اونی که توی افغانستان دنیا اومده مگه دست اون بوده؟ یه چیزی که واقعا هیچ یعنی دخالتی نداشتیم توش. چجوری میتونیم بهش افتخار کنیم؟ نه در مورد زمانش، نه در مورد جنسیتش، نه در مورد مکانش. و شانس مثل تاس بندازی، یه 6 بیاری یا 1 بیاری، حالا بشینی اونی که 1 آورده رو تحقیر کنی، ممکن دفعه دیگه تو 6 نیاری. آخه جالبیش اینه که حتی ما توی این افتخار گذشتن نقشی نداشتیم. ما خیلی نزدیکترش میگیم گیریم که پدر تو بود فاضل. پدرت، نه 7 جد قبلت. توی 8 نسل قبل من که بیشتر هم هست، حالا یک شکوهی بوده، به من چه؟ من مسئول این وضعیتم. این وضعیتی که درش حقارت هست، من میتونم به خودم مسئول بدونم، حالا یا افتخار کنم یا احساس شرم کنم. اون گذشته‌ای که من توش هیچ نقشی نداشتم چطوری میتونم بهش افتخار کنم؟ من نبودم، اصلا اجداد من بودن. بعد از این اجداد جالبیش اینه که یه بخشی از این سرزمین بزرگی که تازه در آن زمان اصلا کشور معنا نداشته، کشور یک برساخت جدیده، بعد از جنگ جهانی ساخته شده. اون موقع در واقع یک همکاری قومی بوده در بین تمام مردم یک منطقه در تمام خاورمیانه، که همین افغانستان یه بخشی بوده که اتفاقا یه بخش بزرگی از فرهنگ مال ایناست. و همون مولانایی که شما گفتید، مولانا زاده بلخه. چرا وقتی میخوایم اون موقع افتخار کنیم میگیم نه، این اون موقع جزء ایران بوده، اما نوادگان مولانا امروز به درد نمیخوره. نه این بنده خدا من جوابشون رو بدم. ببینیم ما نمیگیم ایرانی بودن بده، نمیگیم سفیدپوست بودن بده، نمیگیم نمیدونم چشمانی بودن بده، هیچ کدوم اینا بد نیست. ما میگیم که اگر چیز دیگری معمولا برای ارائه نداشته باشی به اینها افتخار میکنی. این مثال براتون بزنم، مثلا چه میدونم من شاید ظاهر خوبی داشته باشم، خب ولی اونقدر نمیام هر جا بگم من خوشگلم، من فلانم، من آخه چیزهای دیگه ای برای ارائه دارم. میدونید وقتی کسی میاد چیزی افتخار میکنه که خودش چیزی توش نداشته، نقشی نداشته توش، خب این اصلا این افتخار نداره. این که مثلا تو چقدر متنت رو پر کنی، چقدر دستاورد داشته باشی، چقدر پول داشته باشی، بتونی حالا پول از راه خوبش بتونی به دست بیاری، موفقیت داشته باشی، اینها دستاورده. بعد نیست شما به چه دیگه من مثلا نکته بعد نیست، ولی میگیم که معمولا کسی که چیزی دستاوردی نداره به اینجور چیزهایی که توش خودش نقش نداشته خیلی بیش از حد افتخار کنه. دقیقاً دستش خالیه. چون دستش خالیه باید به یه چیز دیگه متوسل بشه. اون اصلا کنترلگری همینه. شما چیزی رو کنترل میکنی که ازش میترسی. احساس میکنی که اگه کنترل سو عروش برداری به تو غالب میشه. و این کنترلگری که با روی زن هست به خاطر همینه. چون از زن و از زنانگی، از قدرتی که بالاخره زن داره به عنوان جنسیتش، یک قدرتی داره. از این قدرت مردها میترسن. اگه نتونم کنترلش کنم هیچ آید من نمیشه. پس بعد تا میشه کنترلش. این کار حکومت‌های اقتدارگران میکنن. حکومت‌های کنترلگران چیزی برای ارائه به مردم ندارن، چون رفاه نمیتونن بدن، چون آزادی نمیتونن بدن، کنترل میکنن. اینا همش از ترس و دست خالیه. دستشون خالی. حالا چه مردی که کنترل میکنه، چه حکومتی که کنترل. من خب فکر کنم دیگه لایو تمام بکنیم، فرمش باشه چون یکم طولانی شد. بله. آره فقط شما چیزی یعنی برای جنبندی صحبتی دارید که حالا فمینیسم حالا شاید شما اصلا این جواب ندید، ولی من میخوام ببینم چرا فکر میکنیم اینقدر فمینیسم میتونه کمک کنه به این موضوع؟ مفهوم فمینیسمی که واقعا طرف اطلاعات داشته باشه راجع بهش و خونده باشه راجع بهش، نه حالا فمینیستی که میگه فقط فمینیسته و خیلی اطلاعاتی راجع بهش نداره.
فمینیسمی که واقعیه، چه اینو میتونم بهت میگم، فمینیسم واقعی کلا با تبعیض مخالفه. تبعیض به هر گروهی، میخوان همجنسگرا باشن، میخوان ادیان دیگه باشن، میخوان نمیدونم هیچ گروهی، صرفا شما چون توی گروه هستی نباید بهت ظلم بشه. ممکنه شما آدم بدی باشی بهت ظلم بشه، اون اوکیه، ولی اینکه شما در یک گروه قرار گرفتی ناخواسته، نباید شما ظلم بشه. شما نباید مثلا چون زن به دنیا اومدی ناخواسته، نمیدونم چون همجنسگرا به دنیا اومدی، چون نمیدونم سیاه‌پوست به دنیا اومدی، اینها دست تو نبوده و نباید به شما ظلم بشه. و این همون چیزی که با بر اساسش زندگی میکنیم و فمینیسم هم بخشی ازش. و در واقع سیمون دوار یه جمله‌ای داره، میگه که زن دیگری مرد تعریف میشه. یعنی اصلا بیس فمینیسم مبارزه با دیگریه. یعنی ما میخوایم بگیم که دیگری ستیزی، دیگری سازی، ببخشید، با دیگری سازی، یعنی زن دیگری مرد، مهاجر دیگری در واقع هموطن، اینا همه دیگری هایی هستن که ساخته میشن که تبعیض ایجاد کنن و یک همون طبقه حاکم و طبقه محکوم. فمینیست داره با این مبارزه میکنه. پس به قول چیزی که مهسا جان گفت همینه، ما با هر گونه تبعیض، هر گونه نژاد پرستی، هر گونه پرستی مخالفیم. یعنی ضربه‌گیرش میشیم، یعنی میایم در مورد موضوع صحبت میکنیم، فحششو میخوریم و سعی میکنیم که تو جامعه بگیم که نه اینجوری نیست، آهسته فکر کنید، یه خورده آهسته شید، یه خورده یه ذره به پروسه ها اعتماد کنید، به قانون اعتماد کنید، آروم باشید، نقاط داشته باشید، بپرسید چرا. دقیقاً. یعنی فمینیسم کلا بر علیه سالار بودن، اینکه یه گروهی فکر کنه که حق داره که بقیه رو کنترل کنه و فکر کنه از بقیه برتر. نه حاکم. بله، من حالا اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، من فکر میکنم درمان این قضیه، یعنی عامل این بیماری از درون ماست. یعنی همون جوری که وقتی ما عاشق خودمون هستیم، عاشق همه هستیم. وقتی که ما خودمون رو دوست داریم، این دوست داشتن رو میخوایم به همه ابراز کنیم. مثلا احساس میکنیم همه لایق دوست داشتن وقتی خودمون رو لایق میدونیم. برعکسش وقتی خودمون رو لایق دوست داشتن نمیدونیم، وقتی که فکر میکنیم حقیریم، فکر میکنیم همه حقیرن، فکر میکنیم همه کیفیتشون پایینه. از این چیزی که ما الان داریم توی جامعه میبینیم بازتاب درون خودمونست. یعنی اگه ما بخوایم عاقلانه به این نگاه کنیم، جامعه‌ای که ما داریم درش زندگی میکنیم بازتاب نگاهیه که افراد اون جامعه نسبت به خودشون، اون نگاه جامعه به خودشه. پس اگه میخوایم حالا اون بیرون درست بشه، با اون بیرون نجنگیم. اون بیرون رو نمیتونیم کاریش بکنیم، اون بیرون عارضه رفتار ماست. اگه میخوایم این بیرون درست بشه، برگردیم به خودمون و ببینیم از چی ناراحتیم، از چی خشم میگیریم، از چی میترسیم، چرا خودمون رو دوست نداریم. اگه اینو درست بکنیم، اگه این نگاه رو به خودمون درست بکنیم، بازتابش میشه جامعه‌ای که درش عشق هست. یعنی مسئولیت ما الان به جز اون مسئولیت شهروندی که باید مسئولین رو جوابگو کنیم، یعنی بگیم پاسخ بدید چرا این وضعیت هست، نه این آدم‌ها رو، مسئولین رو، چرا اینجوری شد که حالا اینجوری برخورد بکنید. به جز اون باید با خودمون نگاه کنیم چی شد که جامعه ما این شکلیه. من عضو این جامعه هم دیگه، من جزئی از این کلم، من مریضم که این جامعه مریض. باید به خودمون برگردیم. در تایید حرفای شما بگم که شاید این کسی فکر کنه که مثلا اینها فقط حرفه، ولی میخوام بگم که علمی هم هست. من حرفای شما رو توضیح علمی هم راجع بهش بدم. کسی که عزت نفس داشته باشه، عزت نفس یعنی دوست داشتن خود، دقیقاً. کسی که عزت نفس داشته باشه معمولاً افراد دیگر رو هم دوست داره. کسی که عزت نفس نداره و خودش رو دوست نداره، افراد دیگر رو هم دوست نداره. و خیلی جالبه که نه تنها در بعد یک فرد و ایندیویدوالی ما اینو میبینیم، در یک جامعه هم همینه. ما عزت نفس جمعیمون در ایران در قهقراست. برای همینه که وقتی که یک خارجی میبینیم که چشم آبیه، اینجوری میریم که سعی میکنیم باید نشون بدیم ما خیلی مهمون نوازی، ما خیلی فلانیم و سعی میکنیم روش تحت تاثیرش قرار بدیم. مثلا شما فکر کنین شما یک فرد جلوش ارزندام کنیم، ما رو ببینیم. دقیقاً
مثلا فکر کنید که شما یک فردی هستید که حالا از لحاظ مثلا ما میگیم کلاس اولین، مثلا کلاس چهارمی که مثلا کلاس چهارمیه برم نزدیکش بشم، برم بهش محبت کنم. این به خاطر اینه که ما در کل ایران یه عزت نفس بسیار داغونی داریم. تحقیق آره. و شروعیت اینه که اگر میخوایم حرف شما زدید، اگر میخوایم با ما خوب برخورد بشه، چه دولتمون چه کشورهای دیگه، از خودمون شروع بکنیم که بقیه خوب برخورد کنیم، از خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم، بتونیم به بقیه بهتر باشیم و بقیه ما بهتر کنیم. دقیقاً همینطور. و اینکه حالا من میگم دوباره حرف تکرار میشه، ولی این که میگید این نگاه علمی هم همین رو تایید میکنه، من فکر میکنم یک مشاهده صادقانه، یعنی شما وقتی به عنوان یک آدم ناظر که حاضرید تو این زندگی، حاضرید دیگه، حضور دارید، اگه این مشاهدتون صادقانه و با شهامت باشه، این همون کاریه که علم میکنه. علم هم چیزی جز مشاهده اتفاقها نیست، فقط صادقانه است. صادقانه اون چیزی که اتفاق میفته رو میسنجه. یعنی انسانی که بتونه آهسته بشه در صحنه‌ای که داره زندگی میکنه، در این صحنه‌ای که هستید آهسته بشید، وابستگی به اون تاریختون نداشته باشید، تو گذشته نباشید، تو آینده نباشید، از این نقطه نگاه کنید جامعه رو. این نگاه حتما نگاه درست. این نگاه اگه صادقانه باشه جوابها درش هست. و من فکر میکنم در کل جواب خود ماییم، مقصر ماییم و راه حل بیرون اومدن از این منجلاب هم خودمون. خیلی عالی بود، دستتون درد نکنه. خودم لذت بردم، گفتگوی خیلی خوبی بود و امیدوارم که دوستایم که شنیدن لذت برده باشن. حالا این گفتگو رو بعداً حتما هم تو صفحه من، هم تو صفحه شما و هم من توی یوتیوب میذارم، چون تایمش هم طولانی.